با و وقتی مردم دیدن که در انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات آوازشان را کسی ندزدیده است، یعنی در ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری ایران وقتی مردم دیدن که آوازشان را کسی ندزدیده است در رده یکم، در رده دوم زیاده از 50% مردم در انتخابات شرکت کردند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز عذر میخواهم که بعضی مشکلات های تکنیکی به میان آمده ایستاده است. از یکایی که شما عذر میخواهم تماشابینان عزیز، انشاءالله که این مشکلات ها برطرف شد. برای چی من انتخابات ریاست جمهوری ایران که به نزدیکی شده گذشت مثال آورده ایستادم؟ برای آن که در اینجا نخواسته های حکومت، نخواسته های الیت حکمران، بلکه خواسته های مردم غلبه کرد. یک اصلاحات طلب در ایران غلبه کرد، یعنی رئیس جمهوری ایران شد. نه این موافق خواسته های الیتی حکمران بود. یک نفر اصلاح طلب در برابر 5 نفر اصولگرا غالب آمد. در معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران زیاد به فکرم 80 نفر نامزد شدند. 80 نفر خود را ثبت نام کردند که طلبگار کرسی پرزیدنتی هستند، یعنی پرزیدنت شدن میخواستند. 80 نفر. از این 80 نفر همگی 6 نفر به معرکه انتخاباتی راه داده شدند تا اینکه قوه خود را در این سبقت بسنجند. همگی 6 نفر. از این 6 نفر 5 نفرشان اصولگرا بودند، یعنی انامین برخواسته های الیتی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بودند. فقط در بینشان 1 نفر شخصی اصلاحات طلب بود، یعنی میخواست در جمهوری اسلامی ایران اصلاحات به میان بیاید، دیگرگونی به میان بیاید، سیاست ها دیگر شوند. انا همین شخصی اصلاحات طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران غلبه کرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه خواسته هایش برنامه های مردمی بودند، خواسته های مردمی بودند. یعنی این نشانگری آن بود که مردم ایران خواستار اصلاحات در کشورشان بودند، خواستار اصلاحات در کشورشان شدند. نابسته از آن که حکومت چی میخواهد، نابسته از آن که الیتی حکمران چی میخواهد، مردم که خواستار اصلاحات شد، اصلاحات خواه به سر قدرت آمد. حالا طبق سیاست های ایران، طبق سیستمی حکومتداری ایران، من نظرم این است که پزشکیان نه آنقدر میتواند اصلاحات به میان بیارد، چون که باید کماندش را با رضایت پارلمان ایران بسازد. اگر آنها رضایتی ندادن او کماندش را ساخته نمیتواند. هر نفری که به کماندش میگزیند، پزشکیان باید پارلمان اجازه بدهد که اکثریت پارلمانی ها اصولگرایانند. لیکن چنانه که دیدیم پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یک شخص اصلاحات طلب به میان آمد که این را مردم انتخاب کردند. همه مردمی که به انتخابات اونقدر اعتماد نداشتند، اونقدر باور نداشتند که انتخابات مثلا چی نتیجه میدهد یا نتیجه به خواسته های مردم میدهد، به این باور نداشتند. اما وقتی دیدن که در راوند یکم انتخابات دیدن که آوازهایشان تقلب نشد، یعنی خواسته آنها برحضر نشد و در دفعه دوم زیاده از 50% اهالی در انتخابات شرکت کردند که این در
سابقه از این خیلی کم بوده است. حالا در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان هم امید به انتخابات مرده است. در تاجیکستان هم مردم به انتخابات باور ندارند. در تاجیکستان هم مردم به اصلاحات باور ندارند و سری خم را شمشیر نمی برد. از بلا حذر گفتگی مقاله ها در دهان مردم است. سری خم را شمشیر نمی برد همین است که سرت را خم کن صدایت را نبرار تو را نمی کشند. سرت را خم کن صدایت را بلند نکن به تو کاردار نمی شوند. یا اینکه از بلا حذر. از بلا حذر میگویی همون کوچه که پلیس ایستاده است با اون کوچه نمیگذاری، اون کوچه را چپ میدی. در همان جایی که یک نفر امنیتی نشسته است یا ایستاده است به همان طرف نمیروی، آن را چپ میدی. جایی که حکومت دار هست، کارمند حکومت است، به آن طرف نمیروی، آن کوچه را، آن جای را چپ میدهی. در تاجیکستان همین طور است. از بلا حذر است. از بلا حذر یعنی بین خود و بین سیاست، بین خود و بین جمعیت تو فاصله ایجاد میکنی، فاصله میگذاری، شلاگباوم میپرتایی و یعنی سرت خلاص از بلا. نه تماشابینان عزیز، هیچ وقت از بلا گریختن یا هیچ وقت از پرابلم گریختن حل پرابلم نیست. این را مردم شریف ایران در همین انتخابات ریاست جمهوریشان اثبات کردند که از پرابلم گریختن، به انتخابات نرفتن، در انتخابات شرکت نکردن، انتخابات را طبق خواسته های الیت حکمران برای حل کردن مساعدت کردن ها، این حل کار نیست. چاره‌سازی یا اینکه ابتکار چاره‌سازی باید در دست خود مردم باشد. باید خود مردم ابتکار نشان دهند، ابتکار را به دست بگیرند، تصمیم گیرنده خودشان باشند. و اگر چنین شود حتما مردم غالبیت به دست می آورد و اگر چنین شود حتما مردم غلبه می کند و خواسته های مردم اجرا می شود. اگر چنین نشد، نه خواسته های مردم اجرا می شود، نه پیشرفت به میان می بیاید. حالا ببینید اکثریت درآمد اهالی کشور، اهالی جمهوری تاجیکستان از حساب مهاجرت است. یک کشور مردمی باید چیکار کند؟ باید شرایط های، اگر خودش در تاجیکستان برای کارآفرینی زورش نمیرسد، برای جای کارآفرینی زورش نمیرسد، اقلا شرایط های خوبی برای مهاجرت مهیا می ساخت. اقلا شرایط های مهاجرت را خوب میکرد. هیچ نی 50% هیچ نی 50% راهکرهای مردم را سبک میکرد توسط شرکت های نقلیات کشور. با شرکت های نقلیاتی زمینی و آسمانی، زمینی و هوایی کشورهای میزبان شرط میماند که نرخ شما برای مهاجران کاری ما از فلان نرخ باید بالا نباشد. با کارفرمایان هم شرطهای خود را میگذاشت در بازار مهنت. اما چنین نیست. برعکس قیمتترین نرخ بلیت هواپیما، قیمتترین نرخ بلیت قطاره ها، قیمتترین بلیت نقلیات های زمینی بر روسیه از تاجیکستان در کشورهای آسیای میانه است، بین کشورهای آسیای میانه است.
چرا چنین است؟ برای آن چنین است که مردم اراده آن را ندارند که این حکومت اصلاح شود و در رأس حکومت کسانی هستند که از این بی‌طرفی مردم سوء استفاده می کنند. از این بی‌طرفی مردم استفاده می برند برای نفع خودشان، برای غارت‌هایشان، و هر چند میخواهند، چقدر میخواهند، چقدر دلشان میکشد غارت میکنند، چون که مردم بی‌طرف هستند، چون که مردم بی صدا هستند، چون که شعار مردم از بلا حذر است، چون که شعار مردم سر خم را شمشیر نمی برد است. یعنی مردم گنگ و بی صداست. همین است که بلیط هواپیما قیمت ترین است، بلیط قطاره ها قیمت ترین است، بلیط اتوبوس ها قیمت ترین است. نرخ دلشان کشیده الیتوی حکمران است. همین است که در یگان جا حقوق مهاجری تاجیک حفظ نمی شود. در یگان جا یک نفری که از تاجیکستان بیرون می رود سری بلند ندارد، همه جا سرخم و زبون کوتاه است. کی ما می توانیم افتخار کنیم که ما شهروند تاجیکستان هستیم؟ در خارج از تاجیکستان چنین با چنین حرف که من شهروند تاجیکستانم سربلندانه بگویی افتخار کنی؟ آیا می شود؟ نه، چنین نیست. آیا می شود که در جای شناسنامه تو را به دست بگیرد، خواه مقامات امنیتی، خواه پلیس انتظامی، شناسنامه تو شهروند تاجیکستان را به دست بگیرد، تفتیش بکند و به تو با احترامانه حرف زند؟ چرا چنین حالت ها خیلی کم است؟ برای آن که الیت حکمران ما، مقامداران ما در این باره هیچ تلاشی نکردند. در این باره تلاش کردن را آنها تهدید به جای خود، به جایگاه خود، به کرسی خود می دانند. مبادا امکی پوتین یعنی خفه نشود، مبادا اکی پوتین قهرش نآید، غضبش نآید و ما را چپه کند. ولی غضبش هست، قهرش هست، بالای مردم مهاجر خالی کرده ایستاده است. اما الیت حکمران ما، حکومتداران ما خپ و دمند، دم بردرونند، یعنی لب دوخته و بی صدایند، صدایشان نمی براید. حالا چقدر بالای مهاجران فشارها هست، کشتنها هست، گم شدنها هست. 10 نفر تاجیک را میبینی که پیوند خودش را که به روسیه رفته است و گم شده است میکابد. و باره شنیدید که حکومت تاجیکستان کدام گم شده ای را که در روسیه به نام و نشان شده است جستجو کرده باشد؟ نه، اینها گم شده تاجیک را جستجو نمی کنند. اینها گم شده های خود را جستجو می کنند. گم شده های اینها کی هستند؟ همان هایی که قد علم کرده اند حق از اینها طلب می کنند. هر کس که حق از اینها طلب کرد، هر کس که حقوق و آزادی های خودش را طلب کرد، اینها از اون طرف اقیانوس هم او را جستجو می کنند. لازم شود پیدا می کنند، می آورند. اما به یگان گم شده تاجیک که برای یک بریده نان
3000 کیلومتر و 4000 کیلومتر راه طی کرده رفته است. با چه عذاب و شکنجه میخواست نان به دست بیارد و گمنام شد یا گم شده رفت، او را جستجو نمی کنند. یادم هست یک همدیهه من که از من 1 سال خورد بود وقتی گم شد، سالهای 2013 بود، سالهای 2012 بود، یادم نیست، گم شد. یگان مقامات تاجیکستان پروا نکردند. به همه مقامات پیوندانش مراجعت کردند، هیچ کس پروا نکرد تا اینکه برف آب شد و مرده او را از جنگل یافتند. دورتر هم نرفته بود است، در همین نزدیکی های شهر مرده اش را از جنگل یافتند. اگر جانب تاجیکستان سختگیری میکرد میافتندش، لیکن کسی پروایی نداشت. کدام روز از یک گزیته خواندم یک کشوری ویتنام وقتی که یک شهروندش در نیدرلند گم می شود، کشوری ویتنام یک شهروندش در نیدرلند گم می شود، گروهی کافتوکاوی میفرستاند. نوبسته از آن که در این کشورها خیلی این مسئله جدی است، پلیس جدی اهمیت میدهد و پلیس خودش کافتوکاو میکند، گروهی یاری دهنده برای کافتوکاو برای یک شهروندش فرستانده است. ویتنام اینقدر کشوری مشهوری جهان در سری زبان ها نیست. ویتنام است. برای گم شدن یک شهروندش گروهی یاری دهنده برای کافتوکاو فرستاده است به نیدرلند برای یک شهروند. این است که اگر ما اهمیت داده باشیم، در چندین جنگ ها مردم ویتنام حتی به ابرقدرت های جهان تن ندادند، به ابرقدرت های جهان به مثل امریکا تن ندادند. حکومتشان، وطنشان در حفظ مردم است، حکومتشان و مردم در حفظ حکومتشان هستند، در حفظ وطنشان هستند. اگر همین گونه شهروند از جانب حکومتش، از جانب مسئولینش اگر همین گونه محافظت شود، او همیشه آماده است حتی با عوض جانش آن وطنش را محافظت کند، دوست بدارد و برای وطنش خدمت بکند. تماشابینان عزیز، هر کسی میخواهد صحبت کند وارد شوید. سیلک یکی شما را به ما میپیوندد در اپیسانی زیر نوار گذاشته شده است. شما میتوانید توسط آن وارد شوید. مدیراتور را خواهش میکنم سیلک را در چت یوتیوب گذارید و من اینجا رقمی واتساپ را میگذارم. شما میتوانید توسط رقمی واتساپ زنگ بزنید و اظهار نظر کنید. انا همین است که تماشابینان عزیز، وقت وطن، حکومت در خدمت مردم می شود، با خواسته های مردم کار می کند، مردم هم به خواسته های او می نگرند. وقتی که حکومت با خواسته های مردم کار نمی کند، به خواسته های مردم نمی نگرد، خودسرانه، خودپسندانه رفتار می کند،
مردم یک روز صبر میکنند، 2 روز صبر میکنند، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال. عاقبت فکر و اندیشه های اصلاح طلبی غلبه میکند. فکر و اندیشه های اصلاح طلبی به میان می آید و نوابسته از آن که حکومت چی میخواهد، نوابسته از آن که الیت حکمران به چه مقصد و به چه مرام هستند، خواسته های مردم روی کار می بیایند. همین بود که در جمهوری اسلامی ایران که سیستم سختگیرتر شاید از تاجیکستان باشد، مردم دیگر نخراسید، مردم دیگر عقب نشینی نکرد. یک گروه اصلاح طلب به سر قدرت آمد. چرا در آنها می شده است درمانی؟ چرا در جمهوری اسلامی می شده است؟ در جمهوری دموکراتی و حقوق بنیاد این نمی شده است؟ چرا در جمهوری اسلامی هر 4 سال 1 مرتبه می شده است پرزیدنت عوض شود و این جمهوری اسلامی با امریکا و با غرب سر به سر شود و به هیچ کس سرخم نکند؟ و این جمهوری اسلامی می توانست است در عرصه بین الملل از حرفهای اولین را بگوید، اما در کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد ما نمی توانستیم طول 32-33 سال پرزیدنت عوض کنیم، نمی توانستیم طلب اصلاحات کنیم. می شود. مردم ایران این را ثابت کردند که اگر اراده اش را داشته باشیم می توانیم. مردم ایران این را ثابت کردند که اگر مردم اراده اصلاحات داشته باشد حتما به مقصدش می رسد. هیچ کس پیش راه این را گرفته نمی تواند. حالا حکومت کوشش دارد با هر راه میده ترین چیزی که به چشمش می نماید دو از آن حراس دارد، او میده ترین چیز را حتی به حدی پشه باشد هم از بین میبرد. در دست پشه کشک دارد، هر پشه که از پیش راهش میبراید میکشد، مثل سید جعفر عثمان زاده، همراه خان ظریفی و دیگران. کی باور داشت که سید جعفر عثمان زاده در تاجیکستان امام علی رحمان را چپه کردن است، یا همراه خان ظریفی که تمام عمرش را، یعنی عمر جوانی، عمر یعنی توان قدرت داشتگیش را برای در قدرت ماندن امام علی رحمان صرف کرد، در 80 سالگیش کودتا میکند و امام علی رحمان را چپه میکند. امروز از رادیوی آزادی یا به فکرم در رادیوی آزادی خواندم، در سایت رادیوی آزادی، وقتی که با سید جعفر عثمان زاده، همراه خان ظریفی، اکبرشاه اسکندرов و دیگران رو روبرو میکنند، سید جعفر عثمان زاده گفته است که مصلحت کرده بودیم که امام علی رحمان را چپه میکنیم. گفته یک نفر با نام محمود شریف وارد شدن. بفرمایید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شفقت جان خوب هستید؟ السلام و رحمت الله و برکاته. سلام درود بر همه تماشابینان و مبارزان وطن دوست ملت. برای همه معلوم است که رحمانو با راه شیطانی، با راه فریب و نیرنگ دروغ همین صاحب همین قدرت شد. به همین یک کم روزه که همین در سیاستی تاجیکستان پیدا شد،
با واسطه همون کواشکوف و یلتسین و کریموف و اینا موندن تا که ضد مردمش مبارزه برد، طرفدار حکومت‌های ازبکستان و روسیه باشد. این خودش یک کمونیست، یک اتیست، کمونیست هم نه، اتیست، یک بی‌سواد منصب تلاش، منصب دوست بوده است. بله. برای همون قدر در طول این قدر سال باور کنید یگان انتخابات قانونی نبود، قانونی نگذشت، مردمی نگذشت. رحمانوف خود خوب میداند که مردم هیچگاه رحمانوف دستگیری نمیکنه. برای همین بدبختی ما همین که مردم طرفدار رحمانوف نیست، رحمانوف طرفدار مردم نیست. برای این فرق نداره چی و چه خیلی مردمش زندگانی میکنه. حالا میبینیم که با تمام قشر مردمی تاجیکستان مبارزه کرد، کیه قتل کرد، کیه حبس کرد، با حکومت ناعهده‌بارش، با حکومت بی‌سوادش، غیر قانونی حکم‌های طولانی دادن. اخیرش آمد حوض همین گفت روسا سراتنیک میگن همسفان خودش دشمنی سر کرد. همین باور کنید شوکت جان همین اویلش سرش میخوره، همین اویلش حوض یک تماما همین آخران قدمی مونده که این باید در این اویله خودش کشمکش کردن نشه که دیگه این که کشمکش میکرده که آدم نیست. این یک رحمانوف یک مریض است. همین قدرت هم برای بچهش دادنی نیست. هر کی میگه برای رستم میتاد اگر با فکر من میدونم که اگر همین روز رستم قدرت تیاد ارشکو ایرشک میمورد، ای علم میمورد. همین یعنی با پسرش رشک میکنند میگید او این کسلی همین دولت داری داره، معنی ویلیچی داره. این یک مریض است. این اگر کی تعریف کند گوش قبط گوش میگیرد. من اول دم کرده یک رنگ یک نمیدونم حیوان که برات کنم که این ناعدالتی برای حیوان میشده. باور کنید این همون رشک است. این حکومت همیشه قبلگی میدوند. این بعد این حکومت دستش بگرفتگیش فقط از ترس برادر که اگر همین حکومت دستش داد یک نابود میشد دیگه موندگی تمام اویله اولادش نابود میشه. این بیکار همین کلیشکه پیشوای و اساسگذار صلح و وحدت و اینها رو گذاشتن هم همین اطرافیانش به همین امید بودن که رنگ همون الیزابت بریتانیای کبیر چند لازم که میچسبونند میگن اپای زندگی چه بعد تاجیکستان یعنی به حال خودش گذار. لیکن این کلیچکو رو دیگه فریب کرده نشد. هم کلیچکو رو هم از خود کرد و هم تاجیکستان رو هم از خود کرد. همین کیه کدام شخصی که هوای آورد سری همین منصب همین قدرت تو آخرش برای همین یک بدترین خدمت کردن، یگان بهبودی خدمت نکردن. حساب همین چاپلوستی تملق خوریش صاحب وظیفه شدن. این همین با همین خیلی کسالای دیگر گرد و اطرافش به جمع کرده گفت تو این دولتدار نیست برادر. این دولتداری نمیدوند. ما دولت استقلال میگوییم و هوای حال ما حس نکردیم. برای چی که سروری دولت دیگه دولت موندگی و یا چی خیلی خواهد همیشه استفاده میبره. ما حاضر از حساب حربی و سیاسی روسیه وابسته بودیم، حاضر از حساب اقتصاد خطای وابسته میشیم.
من برآمده همون محمد اقبال به گپ زده بودم که همین مردم بدخشان قتل کردگیش این از حساب اون که بدخشان خودمختاریش بیکار کنه. همون بدخشان باید غصب کند، چی خونه خواهد برده ماند، چی خیلی خواهد همون زمینه باید دیگه خطای به دادنش نکرده. با ایوزی خرجش، با ایوزی قدرت به ماندنش، این همش گفته رسوس دیل که چی خواهی مرحمت نکی من دستگیری میکنی من بای میکنم. حالا اکن همه جا با تعریف دارن که انا 300 میلیون سومون چخیل به یا دلار به انا خطای همکاری میکند. خطای چخیل همکاری میکند؟ من در دولت های افریقای ببین تمام زوادهای همین پلاستیکی و کارکرد دویمش است که هواهای موندگی هستند. خطای میدوند پتانسیل تاجیکستان به چی ماند؟ یکمش همه کارگری ارزان، دویمش برقش است، سومش همون زوادهای موسور میسوختگی. همین میموند از 3-4 نمود کارخانه های حاضر ترقی کردگی. همون هم یک تا کلیدش نمیتیه. هم یک کلید مخصوص دارد برای که همین کارخانه چرخد، همون نمیتیه. میدوند که اگر همون کلید تیدگه این با خفاش میگردوند روش میگردوند. ما متخصص نداریم سوی زوادهای خطایی به. ما فقط کارگری عادی، کارگری غلام بودیم در دولت‌های بیرون از تاجیکستان. اکنون با غلام میشیم خود درون تاجیکستان. با این خنده آور برادر عزیز، این تماما خنده آور. این مردم عادی درک نمیکنند، برای چی که مردم ما سرشون همیشه کردن قشاق کردن، بیسواد کردن. مردم ما فقط خوردن و ریدن نمیدونند. بگذار مردم از من خفا نشوه. پیش خوب همه خوب میدوند. تمام همین دانشجوی ما کدامش دانشجوی بینی میخوند و دیپلمش یگان جدا کار نمیبیاد. آخه اگر همین عقلش باشد دنگره و یونیورسیتی طبی میکشد می و اونجا متریال باز دکو بگذار یگان ولایت بکشد. ولایت انده چند بانستخونی ولایتی هست، هم معلم کار میکند، هم کسبش خود میکند، هم کسب یاد میتیه. و برده مونده است. همین میگه که زکلیچونی همش جمع میکند و همون اتگی دور گرفتگی معلمای برده مونده است 3000 با من اینستیتوت از یونیورسیتی تجارتی شدنی برای 3000 نفر. و تو باید کشو ولایتی لی نبود بکشو. اگر نخوای ولایتی لی نبود به خیلی بیزار یک جو بکشو که وای همون ساحه توریسم رواد از سمرقند یاد گیرد، نزدیکتر تاشکند برات یاد گیرد، قرغیزستان رواد قیس کل یاد گیرد. خیلی این یک بوچه که همون افغانستان نزدیکش موندگی خیلی همسایت قشاق باشه تو تمام حیاتت قشاق میمونی. حالا میگه که لنبو پیش رفتگی و همسایه ما بویان، همین ازبکای طرفای ما همش بویان پیش رفتن برای هم خود ما پیش رفته. اگر ما هم هنوز ولایت لنبو سرحد افغانستان بود میشد ما هم فقط همین جنگ و قشاقی بیوای به یک حیات سالم نمیدیدی. این تفکرش همین خیلی این پیتوشنیک او بچهش باشه که اینم توپای چند اینستیتوت بنامش خوندگی همین یک اداره دوشنبه اداره کردن نمیتونه. اگر وای پرسی که شهر استقلال میگه شهر استقلالش کجا چند کارخانه دارد و اگجا میدونه این چیزه. هم کدامش اومده گپی راست و دروغ زنه همون گوش کده میشنه دوخی. یک حاکمیت میکرده که آدم باید پتانسیل دونه برای چی قهار محکم و پتانسیلش کلام بود و گاز پلان به کار میکرد. و همون 5 ساله پلانایی که کدام شهر به کدام ناحیه و کدام کارخانه ساخته میشد و کدام عهده کار برآورده میشد و میدونید برای هم خود تاجیکستان رونق گرفته بود همون وقت. خیلی بدبختی شد و خیلی شد. باید همیشه متخصص باشه. واقعی سخن با دیگرو سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. بختر قرغان تپه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله شما را حفظ کنه برادر شوکت جان. من یک چند نقطه را میخوام ذکر کنم
ما با گفتیم مثال گپی مبارزه ما چاپلوس هم نیستم. ما رنگ نمود امام علی رحمان بذارم. شما در برنامه گذشته تو گفته برادر شوکت جان که یک چند مثال آدمایی که آمدن در همین امریکا خودشون مبارز میگیرن، مقصد همین پیمان ملی تاجیکستان در اون است که مقصد سر میز مذاکرات بسته. شما که مثال یک حزب که حالی یگان وظیفه نداره، مقصد که زپدلا میدونه خطی دیگه مبارزه میز مذاکرات شدنه، پس چخیل بفهمیم که همین امام علی رحمان هم به مانند شما راهبر یک دولت چخیل شما تحقیق میکنه که مثال با غریبا وقت سفر میکنه هم صحبت نمیشه، همون هم به مانند شما رنگ حزب شما برین زپدلا میدونه که با مردم چیکار کنه صحبت کنه. همین مبارزین شما و امام علی رحمان برادر شوکت جان فکر میکنم که هر تون یک میشین. شما زپدلا میدونه خطی دیگه مبارزه مثلا در یک میز مذاکرات دوستی و امام علی رحمان زپدلا میدونه که خطی مردم مهاجر چکنه. انا مثال که هم صحبت شوه و از غم درد مهاجرا با خبر شوه. از شما زپدلا میدونه که خطی دیگه مبارزه که مثال فهمیش سیاست شو کمه یا فهمیش مثال خیلی نمیدونم با شما خوبتر میدونید در مثال همون اروپا رفتگین نمیخواد که قطعی هم چیکار کنید در سر میز مذاکرات بسته. فرق بین شما و امام علی رحمان در چه خواهش میکنم یک کم ترک ساده کردن بفهمونده. تشکر زیاد برادر عزیز. کوتاه میگویم برادر عزیز، اونجا شاید یا من نادرست گفتگی اندیشم یا شما نادرست فهمیدگی. برادر عزیز، من فکر میکنم در پیمان ملی تاجیکستان یا که در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رهبریتش این اندیشه وجود ندارد که من با فلانی صحبت کردنی نیستم، سر مذاکره نشستنی نیستم. این خیلی گپ وجود ندارد. شما اگر به برآمدهای رهبر پیمان ملی تاجیکستان اهمیت داده باشید، در اکثریتش گفتگی است که هر کجای کسی دعوت میکند، خواه به تنهایی خواه گروهی، من آماده هستم، حاضر هستم بروم قطعی صحبت کنم برای متحد شدن، برای با هم بودن، برای همجای مبارزه بردن. بله من فهمیدم برادر. انا کنون خواهش میکنم، انا کنون اینجا این است برادر عزیز که زپدلا نه، این خیلی گپ نیست از زپدلا میدونه، این خیلی گپ وجود ندارد، اما یک چیز وجود دارد. همین حالا پیمان ملی تاجیکستان میگوید که من برنامه دارم، برنامه پیشرفت دارم، برنامه اقتصادی دارم، برنامه سیاسی دارم، برنامه اجتماعی دارم و برای ملت پیشنهاد میکنم و گفتنی هایی دارم. یعنی یگان چیزی داری که برای میز گذاری وقتی مذاکرات. اگر مثلا گریم حکومت امروز میخواهد با مثلا گریم با مهاجرین بیاید صحبت کند، مهاجرین یک چیز، یک گله و یک شکایت دارند که یک چیز گفتنی دارند در بساطشان، یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان یک گفتنی دارد. فرض کرده من رفتم به پیش یک نفر مخالف که بیا متحد شویم، بیا با هم بیایم، بیا با هم مبارزه بریم، اما او در دستش روی میز میگذاشتگی چیزی ندارد، با او چی صحبت میکنی؟ فقط هنگامه و هیاهو دارد، خلاص. هنگامه هیاهو همه کس داشته میتواند، اما یک چیزی که ما با تقدیر ملت شوخی کرده ایستادیم، ما با تقدیر ملت بازی کرده ایستادیم. تقدیر ملت این خیلی نیست که یعنی با هیاهو حل شود. برای تقدیر ملت رو حل کردن باید یک چیزی در بساط داشتگی باشه که وقتی مذاکره، وقتی صحبت برای ملت روی میز گذاری. این است گفتگی من برادر عزیز. این چیز رو من میخواستم بگویم. اگر اون دفعه درست نفهمیدگی باشد، فهمش من از مذاکره با دیگران همین است. اما برادر عزیز، من اینجا چند گروهی با نظام هستند در مخالفت. در مخالفت برادر عزیز، بجز پیمان ملی تاجیکستان یک کمی با نظام، یک کمی به حرکت مانند، این گروهی 24 است. بجز پیمان ملی تاجیکستان گروهی 24 است. هر وقت که آنها اراده خواهش نشان دادن که میخواهند با پیمان ملی تاجیکستان
متحد شوند. اراده نشان دادن که آنها به مذاکره آماده هستند، برای متحد شدن آماده هستند. من هیچ مشکلی در پیمان ملی تاجیکستان، در رهبریت پیمان ملی تاجیکستان نمیبینم. هیچ مشکلیه. همان ساعتی که آنها آمادگی خود را اظهار کردن، من این باوری را دارم که رهبریت پیمان ملی تاجیکستان به سر مذاکره نشستنش را، آمادگیش را برای به سر مذاکره نشستن اعلان میکند. من این باوری را دارم، از آن که چندین مراتب همصحبت شدم، مصاحبه کردم و چندین صحبت‌هایش را گوش کردم. همین یگانه حرکتی که یک نظامی به حرکت مانند دارد، این گروهی 24 است در مخالفت به جز پیمان ملی تاجیکستان. دیگه این طور با نظام که بشناسی که در اطراف او مثلا گریم با یک دو حرکت و حزب ها هستند که میگویند من فلان حرکتی مثلا گریم نامش فلان دار هستم، اما بغیر از خودش دیگر هیچ کس را نمیبینی. ما میفهمیم که مثلا از گروه 24 فلان اعضای گروه 24 از روسیه بازداشت شده است، از اروپا بازداشت شده است، فلان گروه 24 مادرش فوت دیده است، یا فلان گروه 24 به فلان مشکلی دچار شده است، رهبر گروه 24 در ترکیه جانشینش در فلان جا دستگیر شده است. از دیگر گروه حزب‌ها بغیر از همون رهبرشون نوازنده، سراینده، ارتیسکه، رقاصه خودش است، دیگه هیچ کس را نمیبینی. چه خیل با او مثلا گریم او میباید رقاصه خودش، نوازنده خودش، همه خودش، رئیس خودش، جانشین خودش، معاون خودش، اعضا خودش با او میروی، او میباید از نام یک حزب و حرکت، تو میروی از نام یک حزب و حرکت با او صحبت میکنی که با یک شخص جعلی. انا مقصد من این بود، گفته من این بود برادر عزیز، با شخصان جعلی، با نفرانی که نمایندگی از یک حزب و حرکت جعلی میکنند، با آنها یعنی صحبت کردن و به طور مذاکره آمدن و با آینده ملت بازی کردن، این خیانت به ملت است. این چیز را باید درست درک کنیم برادر عزیز. من مقصدم این بود، یعنی با شخصان جعلی، با حرکت و حزب‌های جعلی که تنها مقصدشان نظر فریبی است و جلب دقت است، جلب دقت به خودشان است، تنها یعنی همون حزب فلاندار و حزب بی حزمداندار مثلا گریم بجز واهمه و دقت اطرافیان را به خود جلب کردن، دیگه هیچ چی در بساطشان ندارن. با آنها به سر مذاکره چی گفته میشینی؟ حتی به فکر من هیچ با آنها نیز برای مذاکره کردن و برای گفتگو کردن هیچ مانعی وجود ندارد. همونها مثلا گریم آمادگی خود را اعلان کردند و یعنی فهمیش و درک این را پیدا کردن که حتما برای امامعلی رحمان را و این الیت حکمران را برای دیگرگون کردن و اصلاحات برای تاجیکستان آوردن حتما متحد شد و این درک به آنها رفته رسید و این را درک کرده توانستن. همان روز من فکر میکنم پیمان ملی تاجیکستان یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر مثلا گریم حرکت مردمی اصلاحات و جنبش مردمی اصلاحات و رشد یا که آزادی خواهان، اینها همه آماده هستند با کسانی که به این درک میرسند که باید متحد شد مذاکره کنند. فهمو برادر شوکت جان بسیار خوب فهمده. ما برنامه گذشته شاید به گفت شما ما انا چی فهمیدیم، نیتو فهمیدیم. هزار رحمت کلان اکای شوکت جان بسیار خوب فهمیده. الان نگهبان تو باشو برادرها، هر چی ننوشتیم ما ایران گروه امامعلی رحمان بزوریم. سلامت باشی برادر شوکت جان، الله حفظ کنه شما را. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. اگر فهمش دوستان از صحبت قبلی من مثل فهمش همین برادر باشد، شاید من نادرست شرط داده باشم، شاید نادرست گفته باشم، اما چیزی که من اونجا میخواستم بگویم همین است برادران عزیز که در این مذاکره برای
متحد شدن، برای همجای مبارزه بردن، برای همصدایی در یگان جا بسته نشده است. تا آنجا که من میدونم پیمان ملی تاجیکستان به این اندیشه نیست. حتی آماده است که به جای پیمان ملی تاجیکستان هر حزب و حرکت ائتلاف پیدا می شود و ابتکار متحد سازی را به عهده می گیرد. تا آنجایی که من آگاه هستم پیمان ملی تاجیکستان می تواند تابع آن باشد. یکی از نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان تابع این مبتکران یعنی میز مدور، مبتکران گفت و شنید باشند. هر کسی، هر گروه 4-5 جوان با هم بیایند بگویند که ما میخواهیم مخالفان متحد باشند و ما میخواهیم میزی مذاکره تشکیل کنیم، با هم مذاکره کنیم. من فکر میکنم پیمان ملی تاجیکستان این حرفا را از زبان رهبریتش من شخصا شنیدگی هستم. برای همین گفته ایستادم. من از نام پیمان ملی تاجیکستان گپ نزده ایستادم. حرفای خودی رهبر پیمان ملی تاجیکستان است که میتواند خودش در علاهیدگی در این مذاکره شرکت کند، میتواند نمایندهش را بفرستاند، میتواند خودی در عموم پیمان ملی تاجیکستان در این مذاکره شرکت کند. هر کی میتواند این ابتکار را به عهده بگیرد تشکر عرض می شود. خواهر عزیز بفرمایید. خوش آمدید. اگر شفقت سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم مردم تاجیکستانیا، مخالفا، مبارزا، همش آذر دور سر شد که وجد ویس تلگرام کانال ها با آذر گودکار دزدیده برده کشته ایستاده است. آذر این ویدیوشان از برآمدگی فال نه اینا را میبینه آدم چی میگه میترسد. همین باید مردم ترسای صورتشان گرفتگی گودکار میبرد کارپچه میفروشیم یگانچه میفروشیم گفته یکوب اینا همین های چی میگه سوداگارا نقاب سوداگارا پوشیدگی رفته است گودکاره 3 ساله 4 ساله تا 7 ساله را دزدیده برده آرگ نشانه زنده به زنده آرگ نشانه گرفته فروخته ایستاده. این با مردم خپای با مردم خپای. این در کجا؟ در روسیه؟ در تاجیکستان. خسار با رگر بسر شد. حاضر گفته است که 6 تا من به صورتش هستم اسکرینشات کرده گرفته ویدیوشان اسکچت کرده نتونستم تلگرام کانال ها با شما به میپرتم اتاک همین قدر درجه استراش نای که آدم میترسه کودکای 4 ساله 5 ساله 7 ساله پلانش هم میدکش هم نه خیلی دل جگر انسان میشود. با مردم دهنش پشیده که با خط ایستاده است. نخواد که مردم شما خط میستین. زنها طوری داد فریاد زده است گفته است کانال ها با تلگرام ها با اتاک مردم عادی داد زده است اتاک مخالف خپای دور از شد من اجداد کرده است نه یگان کانال نه آزادی من این برنامه رادیو آزادی ایلی ماندگش یگان خبر ننویس همه جای پر شدگی برای چی هیچ نمیگه. این خبرتون از کجا؟ دلیل از کجا؟ چگونه ثابت میکنیم که چنین حادثه شده است؟ تلگرام کانال ها پر شدگی مردم داده فریاد زده است. یعنی مثل کنی بودم که در کنی بودم که اومدن کشته رفتن گرفتن در حصار کودکان رو دزدیده ایستادن. بله
خانواده‌ام به اهل عائلش که کشتگی بود. یاد داشته که باشد خانه‌شان به در آمده. حاضر رگر کتی خسار با کوچه به کوچه گشته استاده است. ماشین کتی کرپچه میفروشیم یک بود ماسکه من همین سوداگر هسته کو ماسکه همین پوشیدگی و یک به سوداگر کرپچه میفروشد. سه تاش 10 سامان، دو تاش 10 سامان گفته فرد گوده کارت لفشه زده برده کشته استاده پرتافته استاده است. پالنا دیدگی پالنا ارگانشان بریدگی و تنشان بریدگی ارگانشان گرفتگی بعد آختماندگی گوده مایده 3 ساله 4 ساله 5 ساله آدم چل طاقت میکند گوده که سرکت من اجداد نکرده بودم رستم پدر حرام خورد تاجیکستان به گودک میکشد گفته این دست رستم دیگه هیچ کس امام ملکت رستم کرده است این کاره دیگه هیچ کس نمیکند عادی مردم نمیکند کلی را کی رای میکند رستم رای میکند خپای امام علی برای اون که پسرش تروریست است مردم 32 سال شد که خونش میخورد اوجو رستم 10 سال باش خون مردم خورده است اکنون آمد گدک بمی نخواد که مردم خب شویم با بجالسته من گپ ندارم اوجو گدک برسید منم اینجا آمد استاغانم برسید اکی شوکر میدانید استاغانم برسید نخواد که طاقت میکند انسان دیگه علاجی نداریم با خب شویم اوجو میشود اوجو سر شوی این است سرشوی رستم سر کرد آغاز کرد و نزدیکی خوجی می شود مردم خب شود این خوجی میکند خب نکند اگر یگان کار کند مخالفه یک جا شوین اوجی قبیله گروه باز کنن یک جا یک تا موشو یک تا استال شینن خوخش میکنم مردمان منم پگان دارشم مردم یک جای شوین التماس مخالفشم ماندگشم یک موش شوید اوجی گودک برسید گودک به نوبت آمد بعد از دیگه گودکه شما یاد میبیوید نوبت آچراتش رستم جستوکی دلپنیت نه ما خب شویم این کارشن بس نمیکند ما یک جای شویم ایلی یک جای نشویم این کار تمام شوی ندارد بله. یک تاش حزب نهضت یک تاش اگر گروه 24 یک تاش دیگه اوجی بس قبیله گروه بس مردم یک تا موش شوین التماس خواهش میکنن مخودین قبیله باید ماندگی کلان شواش باید من میگم که یک جا شوین یک تا استال بشینین التماس خواهش دارم وقتی یک جا شدن نامد وقتی گدک بکشته است شما وجدان ندارین شما مردم عقب شما رفته است شما با باوری دارد یک جا کده نمیتونین شما گوید بیاید یک جا شویم گوید قبیله بس کنین اوجه گروه نگوید اوجه نشنویم دیگه گروه اوجه قبیله 32 سال شد قبیله یک جای شدن ناممکنه همین قوض می نه دیلش به درد دارد میفهمن یک تشف پدرش کشتگی یک تشف مادرش کشتگی اکاشان کشتگی میفهمن آینده به فرزندشان نکشد گوید اگر ملت دولت همین آینده همین تاجیکستان فکر کند اگر یک جای می شود نه من اتای مرا کش مادر مرا کش من یک جای نمیشم گوید اگر خودشان میداند من همین فکر با آمدم اگر شوکت خرطان نبیاد برای آنکه گودک کشته است باز کند اوجه یک جا شود التماس خواهش کنیتون گویتون یک جا شویم گویتون اوجه باز کند اکر من گفتم این بود رحمتی کنم وقت دادگتان ماندگی تشکر زیاد به شما سلامت باشید نمیدونم چی بگویم زبانم لال شد زنده باشید تشکر زیاد برکه یاب استاغانم با آمد استاغانم با باور کنید استاغانم سلامت باشید محمد تقایف بفرمایید برادر عزیز سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
خوب است که شفقت جان. تشکر با شما. سلامت باشید. امیدوارم شما هم خوب باشید. ما خوبیم الحمدلله ما خوبیم. مسئله همین گپ ها همین نوارای روی کردن ریگر و حصار باشه دیگه است. 11 نفر کشتگی همین 2 روز با فهمیده. اینجا من اگر آواز رود من میمونم. میگیرن و میبرن هر چیزی میگن نمیگیرن ریسک میگیرن اگر میگیرن روی میگیرن دیسی اگر دلتون اگر برای کودکان داشت برای پرتوی اگر دلتون نسوزه روزی که کنید ولی کنیش تو دیگران کودکان سرد یعنی با دیگران خطر کنید از رحمتی الله که برای که شما گرفتید پرتوی دیگران آگاه کنید بچه‌ها طرفای ریگا چهار طرف دام سر خالد دینه این طرف همه جودا گشته همه جودا سنگ پای تو میشه همه اکامون همینجا دختر چای و بچه های پول نزده همشون در راندگی کارت کتی صورتاشون روی کردن دین فرستانده بودن منبع. فهمیدید این بیزنسی عائله رحمانوفی شیطان است. داماداش این کارهای زنیمت میکنن. اینا خیلی خطی سرخ گذاشتن. اکنون باید این مردم رود و این ظالمای همش سرنگون کنند. کودکا هم خیلی آغوشته خون این به خدا این کافرا اینا نمیکنن اکو این بیرحمیه. یک کس میلیسه به مراجعت نمیکند با گندگیش همین برای اینکه پدرنالتا هم خیلی ترساندگی هم مردم که کودکای گرفتن فقط پشتاشون هم به چاک کردگی گرده ها گرفتگی زنده حتی گردناشون بریدگی چند تا اونجا 3 تا 4 تا صورت روی کردگی دخترچه ها بچه ها. اینا آدم خور هستن این ظالما. اینا از حد گذراندن به خدا. اگر این خیلی خاموش است تمام مردم اینا نابود میکنن. اینا گیناسی دارن مردم مایاکو. این ظالم رحمانو با دامادای خونخوارش. فهمیدید؟ من نمیدونم برای چی مردم ما خاموشن. همین نوارای هادی پهن کردن این کس درست قید کردن یگان اخبارا وای نکرد نشر نکرد نمیدونم چی با یگان رسانه ها نیست در یگان رسانه نیست ها. همون اکای محمد اقبال گفتن 2 کس همون در ریگر کشتن تمام دیگه یگان کس نگفت. کودکای کشتن گفتن اون روز در منبر مهاجر دیگر رسانه ها نشر نکردن. پور همین تمام تلگرام همه جا میدراید که همین زنکا گلاسوای روی کردگی کودکای روی کردن آغشته خون دخترچای همین 4 ساله 5 ساله تا 7 ساله بچه ها. چی بدبختیه. حالا با سر بلند برای حکومتداران بگوید که شکرانه تینجی و امانی آسایشتگی کنید. شما ناعوده برایان امنیت کودک تامین کرده نمیتونید. امنیت کودک چی مونده است بر شما در حکومت داری؟ چی علف میخورید در حکومت؟ کودک امنیت چه تامین کرده نمیتونید. کودک به شما باور بکنید پدر و مادر نیمی عمری کودکش را در شما میگذراند به مکتب میفرستاند از زیر سایه نظارتش دور میکند به شما میدهد. همین است مگر حکومت داری؟ امنیتی کودک شما تامین کرده نمیتونید.
وی مردمی که شما 12 سال کودکتان را که تا 18 ساله در طبق قانون در تاجیکستان تا 18 ساله یک نفر کودک حسابیده می شود. 12 سال کودکتان را به اختیار این حکومت می دهید. از زیر سایه نظارتتان 12 سال دور می شود. جایش آید تا نصف روزی، جایش آید تا به روزش در دست اینها می ایستد. این خیانتکاران، این ناعهده برایان کودک شما را میکشند، گردهش را میگیرند، جگرش را میگیرند، رودهش را میگیرند. به جای آن که امنیت او را تامین کنند. در کشوری که امنیت کودک تامین نمی شود، در کشوری که یک پدر یک مادر به پشت فرزندش سمکه مکتبی را آویزان کرده به مکتب گسیل می کند و به این باور است که امنیت او تامین است، اما امنیت او تامین نیست. چگونه این حکومت می شود؟ یک نفر، نیم نفر، خیر میگفتیم یک حادثه تصادفی است. یک نفر، نیم نفر گفتیم ما اشتیا جنی پیدا می شود. لیکن 8 نفر و 9 نفر و 10 نفر کشته می شود، سرایش بریده می شود، شکمش چاک می شود، گرده هایش کنده گرفته می شود. شما در کجایید؟ شما در کجایید؟ هستید یا نیستید؟ مقامات پلیس، وزارت کارهای داخلی در کجاست؟ هوش یادتان در مخالفین گفتی محمد تقای دستتان در ازار مردم، در درون بریوک مردم. کمیته امنیت کجاست؟ به امنیت کودک تهدید است. کودک امنیت ندارد. به کجا نگاه میکنید شما؟ اینجا به اینجا ملا کافته میگردید، ریشدار کافته میگردید، سطردار کافته میگردید. اوی دزد قب، غارتگر قب، قاتل قب. کسی را پیگیری کن که او به امنیت کشور خلل دارد، امنیت کودک را خلل دار میکند. وقتی که امنیت کودک خلل دار شد، هیچ کس فرزندش را به مکتب نمیفرستاند. در کوچه کودک دیده نمی شود. همه کودکش را در خونش آغوش کرده میشیند. بعد چی می شود آینده ملت؟ این چی دولت دوری است؟ شفقت جان بخشش اگر همین نامره که از من دیدم، همین ماندگی همین من سخنیت کار روی کردم، همین چیزو میتوانید ببینید اگر همین رقم خودتون. بله اینجا حاضر من میبینم. شاید تلگرام. حاضر بسیار خوب، بسیار خوب. به 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 به. حتی آدم نمیتونه این چیزها در اینجا نشون داده نمیشود، چون که شاید ببندن. من صدایشان را صد میتیم. صدایشان را صد میتیم. مرحمت گوش کنند دوستان، اینجا چی صدا رفته شده است. خواهر جان کودکاتون احتیاط کنین. حقیقتا هم راست بوده همه گپ. بازی در قشلاق ما اینه 2 بچه را کشتن، دمینه دلا پرت افتن. التماس شما احتیاط کنین کودکاتون، التماس. بازی اینه جنازه رفتن، همسایه ما همش کشتن، هم خیلی در میون بین دلا پرت افتن. نازین سازین خوبتون میبخشین پشکی را پرتافتون مپجونا همی
зора группотуна бартон илтимос кӯдакотуна берун намонен. Бовар кунем пеш паре рӯз пеш хонаи мо як мошини караван сафедае, караван сафеди калонае, курпачо вай мефурӯшем, проси мефурӯшем. Кӯдакои ман лави ҷуда буд, қайсингил буромада ки курпачаи хали гуфта ба қайсингил гуфта хона да ҳеҷ неста, кӯдакои дирнга мошина ҳаракат рафта мега. Анаку ӯ рӯз бо хони айри тарафи усунӯ болотар буромадияну бо ҳамин мошин дастша дуруға мард. хоҳарҷон кӯдакотона эҳтиёт кунен. шумо кори хато накардастен. Шумо як партофтен чтобы одамо да ибрат шава, кӯдакошона ҷамъ дора. Мисол мардакои мо дар шаҳри Россия кор мекунанд, и бечорако кӯдако очаҳошон дар хона кор мекунанд. Вақте ки кори хонара мекунанд, ино обозӣ мепурӯянд, тоқа мегарданд. Ба ин ҳаромое ки хали мебиён дил ҷигаршона меган органои ира гирифтагиан меган ку ду тара бургиан партофтен далада мегирану мебарану ҳар чӣ кор мекунанд. Як каравани сафедае ки хали курпачаву проси мефурӯшем меган мегарда. Вақти омади намегирим гирес ки мебара. Агар мегирим гӯӣ мекиресам. Фаҳмидестен? Эҳтиёт шавем вай бар гӯдақапӣ аст. Сезон шанаку гӯдакора меқапа. Набарот шумо агар дилтон барои мардум сӯза, дилтон агар барои кӯдако сӯза, шумо набарот партоен. Агар дилтон насӯза, рости гап гирен удалит кунен, чтобы дигарон нафаҳманд кӯдакошона сард яну ба дигарон қапа ҳамхалӣ кунанд. ҳазор раҳмати Аллоҳ ки барое ки шумо гирифтани ина партофтен дигаронро огоҳ карден апаҷон. ҳайфем бача ки бумбарам тарафои регар даштага 4 тара дамусо ҳамхалӣ кардан, дина 2 тара ҳамхалӣ кардан партофта. И тара ҳама ҷода гаштеста, ҳама ҷода ин мардако мебуран Россия меран занакои корои хона монда беша кӯдакошон гапа намегиран, мебуран канал овозӣ ҳар ҷо мераванд, барои эҳтиёт кунанд. ёро дӯстотона партоен чиқай метавонин савоб мегирам. ҳаромо ку органи кӯдакора гирифта партофтесиян. Ӯ маякаша боло накардагиан, агарин дилош неста қафо гурдара гирифтиян. ба ин чӣ бадбахтӣ аст? ин чӣ бадбахтӣ аст? он як нафари дигар боз гусел кардааст. ин чӣ бадбахтӣ аст? баҳ мутаассифона аммо як расма метавонам ман инҷо партоям дар инҷа барои мардум огоҳ шуданаш. баъдтар дар давоми барнома иншоалло ман як расм ҳаст мепартоям. нафаре ки бо мошини караван ҳаст, бо мошини каравани сафед ӯро расм гирифтаанд барои огоҳ шудани мардум. бояд ин мардумро огоҳ карда шавад. ҳатман ман инро дар инҷо дар давоми барнома мепартоям иншоалло. ҳамо дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ҳушёр шавед, якдигарро хабардор кунед ва ҳатман барои ин як коре кардан лозим аст. ҳатман ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат кардан лозим аст. бидуни муроҷиат намонед, муроҷиат намекунед, онҳо бекор ҳастанд. вақте ки онҳо бекор мешаванд, дасташон дар даруни брюки мардон доим дига кор надоранд. охир видео ки вазири корҳои дохилӣ ба шеърнависӣ машғул мешавад, ба сценарии филмнависӣ машғул мешавад, кори худашро мемонад, шеърнавис мешавад. раиси кумитаи амният масалан гирем аз паи китобнависӣ мешавад, аз паи сценарии филмнависӣ мешавад, кинематограф мешавад. ино кор надоранд. охир бекор мондагӣ ҳастанд. мегӯянд чаро ин чизҳо
ریایه نشد میگن که به ما مراجعت نشده است. حالا ببینیم این شاعر چی میگفته باشه. میگم با محمد آقای ببخشید همین نفر گپ زنه که ببینیم چی میگه. بفرمایید نفری که از واتساپ زنگ زدید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شفقت نازنین خوبه؟ تشکر به شما، بفرمایید. برادر عزیز، برنامه شما نسبت به برنامه دیگه خیلی ملایم معتدل میگذارن. همون شاعر شو زمانی فرخوری جمله گپ زنیم خیرخیش که نمیدونم و در نیمی گپ دیم 9 نفر در نوبتن گفته خیرخش کده رفتی. بله حاضرم 9 نفر در نوبتن. محمد تقایف حاضر صبر. محمد تقایف گپ زده شده، شما از واتساپ زنگ زدید. حالا محمد تقایف نصفی گپش رو نگفته است. اینجا یک ویدیو پیشنهاد کرد، من اون رو گذاشتم. حالا بیستید من به شما سخن میدم. انا برای همین هم نگاه کنید استید من صدای شما رو بکشم بعد گپ زنید. نگاه کنید. حالا من به شما گوش کنید التماس گوش کنید. حاضر شما نوبت شما نیست. از واتساپ زنگ زدید، من رقم شما رو برداشتم، زنگ شما رو جواب گفتم، لیکن در نوبت دیگران هستند. باید 11 نفر شما گپ زنید، در همجا انتظار باشید. اما به خاطر اون که وارد شدید احترامتون، همگی 2 دقیقه وقت به شما گپ میگفتگیتون رو بگویید، بعد محمد تقایف گپش رو دوام میده. اینجا 9 نفر دیگر در نوبت هستن، بفرمایید. مالش اما نفرانی که در برنامه گذشته شما یک برنامه را دیدم، یا برادر خود به خود خیلی مثال خیالان میگه گپ چی میکنه، میگه در حقیقتا ما به جنگ نمیشه و جنگ میخوایم. اقصد من هم هر برنامه بدونم درباره یک چیز گپ میزنم که گفته استاد میرزا تحسین‌زاده جنگ در ده جهان خطر دارد، صلح در ده جهان لشکر دارد. تمام تاجیک‌های روی دنیا معرفتی بلند دارند، چی مخالفان چی داخلی. فقط همین وحدت گفتن یا صلح گفتن، طرف صلح گرفتن و فکرم ضرر نداره که شفقت. همین چی قدر گپ میزنین، یک روزم نیم روزم همه میریم. همین صلح و وحدت گپ فهمیدن سخت‌تره که بیشتر خوبتر بگیم خوبه. همین یگانه نفری که تونست تمام جنگ خونریزی را به صلح تبدیل بده، همین محترم جناب ویلیام. نمیدونم چی سخن میزنم در مقصد مخالفین. همین این موضوع زیاد گپ نمیزنم دیگه. یعنی که هر چیزی میخوایم پیشنهاد کنین. این مخالفین حکومت جای خوبش انتخاب میکنه، ما دیگر نفر دیگر کس آورده و گرفته و ماندن شر نیست. ما در 30 سال هیچ کار کردگی نیست، نه حکومت نه خلق. ولی نو تپاپا شدگی وقت که وطن آباد کردن در کار، نه اینکه با یاش نشید که دیگر شدیم. همین موضوع را گفتنی میدم. تشکر جا، سلامت باشید. محمد تقایف دوام تید. اگر یکم گفتنی بله گفتنی ها زیاد است اکا. گپ زنید برادر عزیز، تو اینکه دیگه روی هم منتظر نکنیم. بفرمایید دوستان. چاپلوسی پرخر با برآمد هم پیشواشه پشتیبانی کرد که گویا که خونریزی و همه گویا هوای من کرده باشد. تا امروز خون ملت تاجیک ریزانداست. ما درباره همه کودکا باید گپ میزدیم. این برآمد از گپ کجا تاب داد است این موسفیدی احمق. اکنون وقت ساعت رسیده است که اکام ما باید اینها سرنگون کنیم. اینها خون مردم تاجیک خورده ایستادن. 33 سال بازا این لعنت کرده الله فقط کسب و کارش تاجیک کشی، دیگر یگان پیشروی نکرده است. این برآمد از این موسفید با شاعری و شعرخوانی میکنه. ما اگر شعرخوانی کنیم تو گوشات لقه میشود. یک توده مغول کلان ملت گردید، با خونریزی قهرمان ملت گردید. وقتی که پیروزی گشت نصیب تاجیک، این قوم مغول فلان ملت گردید. برایش فهمین شما خودتان. این مردم اگر خیزد، شما همه فلان این مردم، شما دشمنای ملت تاجیک پس نگردید.
برای آنکه شما حرامزاده و نفس همین دنیای انتخاب کردین، فقط برای اولادتون کار کردین. این مردم در بدر و خاک بسر امروز در سرحدها این مردم حال سگ را دارند. این میبرد جناب عالی میگه همه خاموش کرد، جناب عالی هم هیچ کرد. جناب عالی 4 میلیون تاجیک در بدر خاک بسر کرد به خاطر اولاد حرامش، به خاطر نفس حرامش، به خاطر 400 مغول تروریست که با عراق اسلحه زوری میکند این مردم که اگر سر بردارین سرتان پس میکنم. ما هم میتونیم که بر ضد تو خاین جنگ اعلام کنیم به خاطر که سرزمین ما رها کنیم، مادر و خواهر تاجیک را از ظلم تو حرامزادی پلید نجات دهیم. یا خیلی میگن که چی به اینا با سخت کم میزنی؟ اینا تاجیکی نفهمن مردم تاجیک. اگر 40 سال دیگر ملایم گپ زنی والله بالله تعالی اینا نفهمن. اینا یک خنده میکنن میگن زنش فلان کنم، هرچی میگه ما باید دزدی و غارت و خره ما پیش بریم. اینا هم دکتر رفتن میگیرن. ننگ و ناموس نیست. دستی دختراش برد پرزیدنت خطاب به چسبون. اگر این انسان باشد امروز سطر مادر خواهر تاجیک از سرش کشید گرفت. اگر این مسلمان باشد با این مسلمان پیشترین جهان اعلام کردیم با خواه لسانش بخشش. این یک قاتل است. اگر طرف دولت خریستانی رو به خودش خریستان میگیرد، طرف مسلمان رو به خودش مسلمان میگیرد، این عموما از ملت ما نیست، از دین ما نیست. این ظالمی لعنت کرده الله. امروز غمنیتش حتی کافت و کاف نمیکنن. این چه والا سال 11 نفر کشتگی میکنن، اکا 11 نفر طفله 6 تاش صورتاشو گپاشون روی کرده که حالا 5 تا دیگهش روان نکرده. تشکر زیاد برادر عزیز محمد، زنده باشید. تشکر. بله من همین اکا مردم تاجیک برای نترسین این ظالمو. یک آخرون گپم بزنم اکا، همون شخصانی که برامدین سراتون به لطه کشیدین این خیلی رنگ مردک آشکار شوین. آدمای حکومت گفتنی هم مردم مخالف رحمان فنده سراتون به لطه پیچوندین، همون نوار دید بفرن گفتن که شما دین اسلام پایمال کردین، شما قانونای جاری کردین. کجا رفتین یک مشون؟ شما سگای امیر رحمانوف بودین. برای آزمود رحمانوف را نشکر که کنی ملت تاجیکی میگوید کنی شما یک مشون چی باید سگا نکشتین یا یک تیر نزدین؟ من از تمام برادرای تاجیک تهدیدهای مویم از همین بسیار به یک نقطه مهم برادر محمد اشاره کردید. همین تهدیدهای بیجا، تهدیدهای اجرا نشونده، همچون تهدیدهایی که بر دروغ است، چنین تهدیدها باید وجود نداشته باشد. تهدیدها باید واقعی باشند. اگر از اودش میبریم یک کار بکنیم، اون گپ باید واقعیت داشته باشد. تو بسرت مسکه میکشی، بسرت فوتبالکه میکشی، سری رویت رو پنهان میکنی، میگویی من تو رو میکشم، میرم قتلت میکنم، نابودت میکنم میگویی، لیکن از دستت هیچ نمیبیاد. در همون طول هفته یک کمتر صدات بلند میشد، با همین گم شده میروی، دیگر صدایت نیست، نه عملت است نه چیت است، هیچ نداری. این خیل گپ لازم نیست به هیچ کس. بله همون زن فروش و مادر فروش و خواهر فروش بودن که در دستشون پستالت بود. داری کوری میتونسته که گپ زن، از جودش میبرامده که گپ زن، عملی میکرده که گپ زن. نمیتونی آدم این کارو میکنه لکا بخشش شما مردم بخش زده نکن، هم گپی دروغ نگو. گوش کنید لکا بخشش گپ شما قطع کنم. آدمی که این کارو میکنه هیچ گاه دست سر لطه نمیکشد، میروند گفتی هم مردک است کوز میماند اینویا که شما چی خیانت داره مردم ما با رحمان برابر همه نشر کرد. یک موضوع چون رحمانوف این قانونی الله را پایمال کرد و گویا که قانون جاری کرد که باید سطر و حجاب نبندن. یک ماه بازار رحمانوف کشیده سردادگی همون مسکه پیشاید گشت است. و همه خاطر از همه مردم شریف تاجیک خواهش میکنم که باید ما این یک توده افباشی ترسویی خائن را سرنگون کنیم. اینها امروز 4 میلیون مردی تاجیک در بدر کرده، زوری هاشون به مادر و خواهرای مظلومی تاجیک کرده ایستادن. باید همه به وطن برگردن. حال کم شما باید شرم کنین که فردا
این گپ و کارو اگر با زبان‌های دیگر نشر شود این قرقیزا ولی پگی فردا نشر میکنن انا با شرمندگی بله زبان ما یک وجب ما تاجیک ولی رحمانوف همه یا گردش و جمع کرده سو رقص و بازی کنجنبانی داره مادر خواهر ما ایشان را 7 دختر فاحشه تا عزیزمای گزی خانه که نبیره های قنچقه برور درگیر داد رقص و بازی کن مادر خواهر تاجیک و نرقص ظالم دشمن ملت تاجیک سلامت باشید همین بعد جوانا با گفتنی هم که اکا میترسین اگر همون ترسانچکایی که چهرهشان رو محکم کردن برآمدن گویا که تهدید کردن که ما شما میکشیم یک مبارزه رحمانوف هیچ کس نکشته سو نه یک مقامدار تیر خورده است شما هم میتوانین پال نه دست روی محکم کنین این حرامزاده و تهدید کنین جای ترس نیست دیگه چهرهتون رو محکم کنین بر ضد این ظالما گپ زنین اینها تنها سرجمی و یک دستی ما میترسن دیگر اینها هیچ کس نمیترسن اینا نه از الله میترسن نه از رسول الله میترسن اینا از الله میترسیدن امروز قانون الله رو پایمال نمیکردن اینها تنها متحدی ما و شما میترسن مردم شریف تاجیک اگر کمتر ننگ و ناموس تاجیکی داشته باشین برگردین مادر و خواهرتان از تگ ظلم این پرسگی مغول ناتاجیک رها کنین اگر تاجیک میبود من هیچ گاه این گپ نمیزدم اگر این تاجیک میبود امروز روزها مردم تاجیک نگنگی لغت و در سرحدا به شکم خواب مانده و روهاشان راه گشته من این گپ نمیزدم اگر برایت اثبات کند که تاجیک است من برآمده والله قسم بخشش میپرسم ولی این تاجیک نیست این تاجیک میبود این مردم به این حال نمیزدن زنده باشید تشکر زیاد سلامت باشید برادر عزیز در امان الله اکا جان زنده باشید تشکر زیاد هاش این چگونه نام است امام کریسه بفرمایید السلام علیکم آقای محمد آقای و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شلا کدوم سوزی سای همه امام کریس آقا امام کریس هم میدن اگر اتای ننویسیم اونا میورداریم در استودیو آقا جون همین خواه گفتنی هم آقا جون که مرد برحمون فقاطیه وقت ما یک گپی حق همه زنیم ایما خواهیم میتروشن خواهیم این همی رحمان و خطی نمی هفتاد دامادش پر نمی هفت دختر قنچه قشد مرد برحمان فقاطیه خدایی که ملت ما رو سرجم کنه این بدبختی که در سر ملت ما من نمیدونم که ملت ما میخیزه که بزید امام دیوس چی بدبختی هست هممون فرزند داریم هممون فرزندای خور داریم ما نمیدونم که خدایی که در سر یک فرزند مومن مسلمان این چیز ازاگه من نمیدونم چه خیلی پدر مادر او در چی سختیان هست برای هم برادرها ایما خواهی نتروشیم برادرای کارگرای ارگان هست در دوی کارگرای ارگان که میدونن که کلغاز دشمن اشدی ملت تاجیک همی رحمان فای حتی نمی افتاد دامادی پر آخرش کریس هست خدا ما دیدم همین چیزا را دیدم در چیزا را برادر شما دیدم در تلگرام دیدم به خدا قسم کو موی تند میخیزه این چی بدبختی هم میگن در تاجیکستان امنیت هست ای کدام امنیت میگن ای کدام امنیت تو قدر درین خونه رحمان فای دیگه اگر همه خلق که همین گولاکوش که نانتاری کلاکان کنن رحمان در فرقش نیست شکم میخواد سیرای شکم نامو سه چور نامو کریسو گرد و نو سیرای یا بخال کوزه یگو مایده چی ندارم مرگ بر رحمان قوتیل مرگ بر همون آدمایی که با سر ملت من این بدبختی را آوردن زنی رحمان زنی همین 2 میلیون مهاجر کنن بی تاخیر برادر سلامت باشید برادر زنده باشید آزادی بفرمایید آزادی سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله برادر باور کنید همون قصه فرعون که میکنن
که میگه کودک‌ها را میکشتن، زنها را، دخترها را زنده میگذاشتن، کودک‌ها را میکشتن، باور کنید این از اون دا گذرون، یعنی که دخترها را میکش. این همون کارای همه حکومت خچه در هر کجای میگن که همه جنایت رخ داد. این قانونی چیه؟ قانونی بگیم قانونی هسته که چی هر کجایی که مثال جنایت صادر شوه و جنایتکار پیدا نشوه، همون حکومت خودش جنایتکار از نچه، یعنی که همین کار همونا خودشون میکنن. زنها را فاحشه کردن، هر طرف روان کرده استیم به خاطر پول. شرکت ها که شدگیان که زنها را میگیرن دوبای، ترکیه، دیگه جا میبرن فاحشگی میکنن، ایسا ویو پول کار میکنن، یعنی که به خاطر پول همه کار میکنن. بعد به نظر شما چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ این چی افعال است؟ چگونه ما میتوانیم این مصیبت را برطرف کنیم؟ برای همین خلق باید بیدار شود. این سخن خداوند است که در واقع هیچ تغییر نیست که خداوند میگه که هیچ قومی را دیگرگون نمیکنم تا همون مردم خودشا دیگرگون نکنم. ما وقتی که ولی مثال میگیم که همین ای گپ زدن چی فایده های؟ 70% همین مبارزه را، انا همین کامره که در رو پروی شما هست، 70% مبارزه را انا همین کامره اجرا کرده است. بله. حالا دوستان یک نفر از واتساپ زنگ زدن که ببینیم چی میگفته باشن. نفر یک از واتساپ گپ زده، بفرمایید. Салам алейкум. وعلیکم السلام و رحمت الله. Это я, Мамука Красовский, я на этот не мог зайти, но я вот это сейчас новости этот слушал. Это вообще кошмар, что там творится вот насчет этого детей. Во время Отечественной войны, короче, немцы вот так не поступали. Это Да. и нации, короче, Да. вот так поступать. Да. Фашисты так не поступали. Ну, Да, я хочу, короче, потом на дальнейшее это с вами связаться. Я маленько тороплюсь сейчас. И потом с вами, короче, поговорим. Было Хорошо. приятно с вами пообщаться. Давайте, салам алейкум. Удачи вам. Хорошо. آزادی یگان علاوه داشته باشید بفرمایید، بعد از آن 90 رو به دیگران دهیم. نه فقط همین که مردم باید بخیزه، یگان راه دیگر نیست. مردم باید بخیزد، از هر طرفی که نباشد باید که هجوم شدید بر مقابل همین ظالم باید که راست بستیم. ما وقتی که میان ما خمه و در گرده ما سوار شدگی، ما وقتی که از جا خستیم و می افتد، فقط اینجا مشکل ما همه که ما سر ما هوچ کنیم، فقط بله. سر هوچ کردیم و میفته پشتیم و تمام همه خواه. سلامت باشید. تشکر زیاد. عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکه شوکت یک دو سوال رو اول به اخته میدیم، بعد صحبت میدیم. مایلش بفرمایید. همین ناموس چیست و یک آدم مثال شخصی به ناموس کی را میگن؟ برادر عزیز، ناموس، هر کی ناموس رو هر گونه تفسیر میکند، اما به نظر من وقتی که تجاوز به مقدساتت می شود، وقتی که تجاوز به حیثیت تو می شود و تو خاموش می استی، این رو می گویند بی‌ناموسی.
و وقتی که تو از آن حفظ میکنی، از مقدسات خودت حفظ میکنی، آن را میگویند ناموس. این فهم من است. همین است ناموس دیگر. اما وقتی که به مقدسات تو تجاوز می شود، به مقدسات تو چشم علا می شود و تو این را نادیده میگیری، این را میگویند بی‌ناموسی. این میتواند از سر دیوار تو توسط درون خانه تو چشم علا کردن و تو بی‌پروا بودن هم باشد. این میتواند بنان یافته تو دست دراز کردن هم باشد. این میتواند به دختر تو، به زن تو، به مادر تو چشم علا کردن هم باشد. هر گونه چیزی که مقدسات تو است و آن را باید حفظ کنی، این میشود ناموس. آن را حفظ نکنی، این میشود بی‌ناموسی. من همین قدر میفهمم ناموس را. سلامت باشی اکا، سلامت باشی. بهترین جواب. ما زنده باشی. میتونیم که بعد همین روز مقصد میتونیم که مردکایی که در تاجیکستان هستن، مردای تاجیکستان ما به ناموس، مثال من این مینا بگم که مثال به ناموس هن باید همین کار ما میتونیم بگویم. همین گپا در برابر مردکای تاجیکستان، فقط مردکاش. برادر عزیز، به این سوال جواب دادن خیلی مشکل است، چون که در آنجا شرایط ها خیلی فرق میکنند در تاجیکستان. من اساسا بی‌ناموس گفته کسایی رو میگویم که یک چیز از دستشون میبیاید اما کردن نمیتوانند. یک چیز از عهده اون یک کسی هستند که از عهده این کار میبرایند لیکن کردن نمیتوانند. ناموس از دست مرد ضعیف، ناتوان، عاجز نمیبیاید. ناموس کردن نمیبیاید. او به بی‌ناموسی تن میدهد. یعنی بله. عاجز، ضعیف، ناتوان، از عهده نابرا، این نمیتواند ناموس کند. ناموس میکند به حد توانایی قدرت خودش. چون او ضعیف است، او ناتوان است، او ناگرا است. بله اینها نمیتونند. اما کسانی که زبان گویا دارند، علمی رسا دارند، عقل هوشی رسا دارند، فصاحت بلاغت سخن دارند، زیایی هستند، اما از مقدسات ملت دفاع نمیکنند، از مقدسات فرد دفاع نمیکنند، حتی از مقدسات خودشون دفاع نمیکنند، اینها رو میگن بی‌ناموس. به این کاتگوری میدارد اکثریت زیایان تاجیک که همین افعال رو دیده ایستادند، همین کودک کشی پدافیلی رو دیده ایستادند، همین کودک کشی ها رو دیده ایستادند و همین ظلم و استبداد رو دیده ایستادند. باز لیسکی میکنند. اینها بی‌ناموسند. واقعا در زیایی تاجیک ناموس گفتن گپ شاید وجود نداشته باشد. اما نفرانی هستند، خصوصا معلمان مکتب، میتونن یک چیز بگوین از طلبه مکتب، میتونن شخصانی با جسارت، با شجاعت، وطن دوست و ملت دوست و وطن پرور تربیه کنند. در دانشگاه ها به جای این آنها امام علی پرور و پیشوا پرور و عائله پرور تربیه میکنند. همین خیانت است، همین بی‌ناموسی است. اگر چنین کار رو نکنند نمیدونم، لیکن اگر با چنین کار دست زنند، به جای اینکه وطن پرور و وطن دوست و ملت دوست و با شجاعت و با جسارت تربیه کنند، اینها امام علی دوست و امام علی پرور و پیشوا پرور تربیه میکنند. انا همین است که ابله وجود دارد. همین است که صنف 10-11 رو تمام میکند یا نمیکند، میپرتاید میرود روسیه، بعد زده کوفته از کوچه ها قابیده به خدمت حربی میبرند. ابله کرده به خدمت حربی میبرند، برای اینکه 12 سال به اون ناموس یاد ندادند، 12 سال به او جسارت یاد ندادند، شجاعت یاد ندادند، فقط سرخمی یاد دادند. به بیخ گوشش زده سرت را خم کن، گپ و گوش کن را یاد دادند، تو گپ نزن را یاد دادند، آوازت بلند نکن را یاد دادند، دستت را بالای دست کرده شین را یاد دادند. یگان تفکری
چی میگو تفکری انتقادی یاد ندادن. فقط دست رو بالای دست روی پرتا موندشین، سرت رو خم کردشین، آوازت رو نبرار، گفتگیم رو تکرار کن، یک دو سه رو یاد دادن. تمام پیشوا، اساسگزار صلح و وحدت، امام علی رحمان، امام علی تپک، تمام انا این رو میگویند بیناموسی، این رو میگویند اقلا به همون زینه های اولین ناموس قدم ننهادن. اگر در تاجیکستان یک دیگرگونی به میان میآید، حتما از دست ضیایی یا از دست معلمان مکتب، از دست همین نفران بسواد باید به میان بیاید. همین ها که سرخمی را قبول کردند، بی‌ناموسی را قبول کردند، بی حیثیتی را قبول کردند، در تاجیکستان دیگرگونی شدنش خیلی محال است. بله بله. بعد اکای شوقت خیلی شخشک خوب کردی. بعد من همین راست گپ یک چند نفر هیچ وقت نمیفهمم، اینا رو فهمیدن هم نمیخواهم. یکمش آدمی که در قد کوچه یا که در خانه است، در هر جایی که نباشه، مردی که سطر زنش از سرش میگن هیچ گفتن نمیتونم، این خیلی مرد من هیچ وقت نمیفهمم. و بعد زیایانی که تمام خیانت بر بالای ملت میبینن خاموشن، اینا رو هیچ وقت اینا رو هم نمیفهمم. اینا رو من فهمیدن نمیخوام. راست دیگه اینا کیان چیان، برای چیان. و بعد مسلمانی که در تمام ساحه های دینش تأخیر میشوه، هر بلا به سر دینش میارن در اون جامعه، هیچ گفتن نمیتونه، خاموشه. من خیلی این سر رو نمیفهمم، اینا کیان، اینا نمیفهمم چیان. من 80% مردکای تاجیکستان مردک حساب نمینم. 80% سختشون میرسه، این به من فرق نداره. کسی سخت میرسه نمیرسه، این نقطه نظری منه. لیکن نمی‌دونیم این گپ هم شنیدیم که 80% مردم تاجیک اما تاجیکان در درون تاجیکستان هستن. من روزی نیستم. این خیلی ببین یک کمتر این حقیقتا روزی است نیستی. مقصد این پرابلم مثلا این نقطه نظری نه، با نقطه نظری خطا است. مقصد تو چه مردکی که در پیش من سطح زدن تمام هیچ گفتن نمیتونم. من چه مردک حساب کنم؟ این تیه سوال. این هم یه آدم بگه که این قانون من هنوز قانون نگاه کنید. اصلا بیایید همین مسئله رو یک کمتر واقع بینانه مطرح کنیم. بیایید همین چیز رو واقع بینانه مطرح کنیم. خوب مثلا گریم اویله من، مادر من، خواهر من، دختر من، مثلا گریم سطر پوش است. بله. نگاه کنید وقتی که به سطر اهل اویله من مثلا تهدید شد، من دوروییم، چی داشتم چی نداشتم همه رو ترک کردم، کشور رو ترک کردم، بیرون آمدم و جای بودم که این مسئله پرابلم نداشتم. نه راست مقصد که این خودت میتونی نداشتم برادر عزیز. برای همین در تاجیکستان نفرانی که گفته شدن سطر من رو کشید، سطر دخترم رو کشید، بجز اونهایی که باز تکرار میکنم پیر هستن، نوگرا هستن، ناتوان هستن، ضعیف هستن، اینها معذورن، بیرون برآمدن نمیتونن، هجرت کردن نمیتونن، به جای یک امر رفتن نمیتونن، اینها معذورن. اما اونهایی که 4 گفتی کامپیوترهای ما که میگن 4 مچلی بتون داری، تن توش داری، چشم بینا داری، گوش شنوا داری، دست بازو داری، میتونی سفر کنی، میتونی هجرت کنی و اهل عیالت رو، اهل خاندانت رو به این ظلم میدهی، به این بیناموسی تن میدهی. واقعا مردک میگوید، درست میگوید، تو بیناموسی. اصلا او سطر پوشیدن اهل عائلت، سطر نپوشیدنش هیچ فرقی نداره. که حیفی آن مادر سطر پوش، حیفی آن خواهر سطر پوش که تو برای مردی یا تو برای پدری بیناموس دارد که به این تن داده میشینی، اونها رو سرلوج میکند، تو تن داده میشینی. حیفی تو برای این مرد.
اصلا این او ملا است، او ریشدار است، او نمازخوان است، 5 وقت نمازش در مسجد است. اگر شخصی ناگرای ناتوان پیرونسال و جابرمان و اینورد این خیلی نباشه او بیناموس است. این خیلی شکایت این خیلی مردها اصلا یگان اهمیتی ندارد. شکایت این خیلی مرد، همین خیلی مردهایی که تن توش دارن، دست و بازو دارن، پای روان دارن، چشم بینا دارن، گوش شنوا دارن، زبان گویا دارن، تن صحت دارن، دو اهل عائلهشون به این حالت افتاده است. اصلا به ایمان اینها شک، به ایمان این خیلی آدم ها شک کنید. امام مسجد است، چی میگوید متولی مسجد است، 5 وقت نماز در مسجد است، فرق نداره سله‌دار است، کله‌دار است، ریشدار است، ریشش تا بناف است، فرق نداره. این آدم بی‌ناموس است. واقعا این آدم بی‌ناموس است. بله تشکر. ان همین گونه ضعیف مجازان موندگی هستیم که همین مسئله ریش و سطر اینقدر در چی میگوید در سر زبان هاست. سر و صدایش بلند است. همین ریش و سطر سر و صدایش بلند است از سبب ان همین گونه چیزها بی‌ناموس ها. یا هجرت کن یا محافظت کن. نمیتونی محافظت کردن، نمیتونی سر بالا کردن، نمیتونی آواز بلند کردن، نمیتونی مادرت رو، دخترت رو، خواهرت رو از سرلوچی مثلا گریم تو اگر میخوای آنها سطر پوشیده باشن از سرلوچی نجات دادن، نمیتونی هجرت کن. بیرون برو، سیرو فی الارض، روی زمین سیر کن، یگون جای مناسب به خودت بیاب. خدای امرش هم همین است. وقتی که به تو تنگ آمد بیرون برو، جایت رو دیگر کن. نکردی همین بی‌ناموس خودت هستی. هیچ دینداریت به تو فایده ندارد. هیچ دینداریت به تو فایده ندارد. نه مسجد رویت به تو از بی‌ناموس چی دین، از چی بی‌ناموس چی مسلمانی چی بدین داری، مگر اینکه او معذور باشد. اما تاجیکستان یک دولت دموکراتی است. این رو هم باید قید کنیم. همین حرفا به کسانی که میخوان سرشون لوچ باشد، میخوان مثلا گریم لباسشون دیگرگون باشد، لباسشون اسلامی نباشد، این انتخاب شخصی آنهاست. حرف من با آنهایی هست که میخواهند فرزندشان، اهل عیالشان مثلا گریم سطر داشته باشد، اما وقتی که از بیرون با آنها هجوم میشود و سطری آنها گرفته میشود، سطری مادراشون گرفته میشود، خواهراشون، دختراشون، زنهاشون گرفته میشود، از دست هیچ چیز ساخته نیست و بی‌ناموس است. از تو دیده همون نفرایی که زنشون سرلوچ است، همون نفرایی که ریش ندارن، از تو دیده بناموسترند. چیزی رو به خود گیرید که یعنی از اودش میبرید. از گنجشک ترسی ارزان نکر میگوید در مقال خلق تاجیک. از گنجشک ترسی ارزان نکر. ارزان کردی یعنی اینکه تو از او گنجشک آمده ارزان نداره چینده میگیرد، از او هراس نداری. حتما درباره چیدن گنجشک یگان تدبیر اندیشیده ای. سلامت باشید برادر عزیز. بعد که یک دو سخن دیگه میکنیم میبرویم. خواهش میکنم کوتاه کنید چون که اینجا دوستان انتظار هستن. خوب آخه. در همین حال امروزه ملت تاجیک مقصد گناهکار اصلی من کلانا را میبینیم. برای که هر یک فرزند در هر یک خواجگی، هر یک فرزند سخن گفتن گپ زدن این مادر پدرش میآموزد. باید هر یک فرزند در هر یک خواجگی باید طلب کردن ای جامعه، ای حکومت، ای استاد، ای دکتر، ای همه چیز باید پدر مادرش بیاموزد. متاسفانه امروز پدران و مادران ما وقتی که ما یک طلب میکنیم ما را میگن که شما طلب نکنید، یا که ما طلب میکردیم در وقت میگفتن گپ نزنید استاد، گپ نزنید معلم، گپ نزنید دکتر. باید خطاب به پدران و مادرای تاجیک شما باید طلب کردن اول خودتون یاد بگیرید. طلب کردن ای حکومت برای پسراتون معلم بهترین طلب کنید. شما حق دارید در صدیق
اول همین باغچه بچگانه طلب کنید که فرزندان شما باید بهترین معلم‌ها باید داشته باشن، استادا، بعد در مکتب‌های میانه، بعد در دانشگاه‌ها شما از حال فرزندان باید با خبر باشی، ای اقتصادشون هم باید، ای استپینیشون هم، ای جای خوابشون هم، ای همه‌شون باید شما طلب کنید. طلب کردن بیاموزید برای فرزنداتون. اول خودتون بیاموزید. ما اکو کلانای من میشه در کلانای تاجیک نمیبینم. همین که کلانایی که پدرای ما مادرای ما طلب کردن من دیدگی نیستم تا حاضر. یکی کسانی که امروز فرزند تربیت میکنه سین سالتون خورتره، شما مقصد آزادی را دیدگی کمتر، طلب کردن و طلب کنی را به فرزنداتون یاد تیه. اول خودتون بعد فرزنداتون. حال این بدبختی که روز با سر 4 میلیون تاجیک اومده، 4 میلیون مهاجر داریم، ایدیستی کلانو طلب نکردن، خب کردن، خاموش هستن. رحمانов اول یک شپلاق زد، بعد باگ زد، بعد شته زد، بعد کشت، بعد ترمه کردیست است، بعد کشته سازی. این همش گناهگار کلانو. خاموش 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 خاموش. این خیلی بدبخت شد برفت ملت تاجیک. نه دیگه دین میگه، نه وطن میگه، نه ملت میگه، نه غیرت میگه، نه ناموس میگه، نه تاریخ میگه، هیچ چیزی نمیگه. رنگ گاو شده گیاد. میخره، کار میکنه، میرینه، میمره، میره و تموم. نخواد که همین انسان همین خیلی زندگی کنه، همین خیلی برای همین کار باشه. نمیدونم که مقصد من چی ملت تاجیک بگم. آخه توکل بر الله. زنده باشد. ناموس توکل بر الله. خوب. تاجیکستان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جواب زنید برادر. در این موضوع میخوام صحبت کنم. وقتی که کمبودیا که تاجیکستان ای سطر حجاب و چی میگه، همون پوتشستوینیکای تو روسیه و خود خارجا و همون میخیزن میرون و نوار میکنن وقتشون. شما را که وقتی حقلاتون نرسه مثال گو که در تاجیکستان یا سطر حجاب است یا چی معنی است. و در همون نوارهای همون پوتشستوینیکا ببینید که هم مردم تاجیکستان با سطر است، با حجاب است. اون نوارهایی که میختون ساخته میکنی که 10 تا و 15 تا 20 تا، اون در داخل همون تاجیکستان همون اهمیتی گفتگیتون همون آدمای شما هم هست که نوار میکنه سپیشال برای منفعت شما. چی با همین رزولتات را ای در این داخل همین چیا نمیگیره؟ ببینید که در حقیقت هست همین چیز یا نیست. یعنی شما گفتنی هستید که همین مبارزه با سطر و حجاب و اینها در تاجیکستان وجود نداره؟ وجود داره که نمو خیلی شخصایی که مثل شما هست در تاجیکستان چی امنیتی باشه طرف شما کار میکنن. همون نوارهای میکنن که گویا که قانع کننده در شما هست. گویا که بله ها هست در تاجیکستان که سطر حجاب و معنی چه. همون یک نوار میپرتوین در همه جا پهن میکنن. همون یک نوار یا زیاده از 10-15 نوار نمی. همین من کردن سطر حجاب وجود دارد یا ندارد؟ تو وقتی که منطق نمیفهمی هست همین خیلی چیزایی که مثل شما برین سپیشال نمیکنن. همین نوار درست است. واقعا درست گفتید. من منطقی گپ شما رو نفهمیدم. یعنی شما چی گفتنی هستید؟ من گفتنی که همون وقتی که نوارهای آدمایی که بلاگرایی که از دیگر خارجه میبرن ویدیو نوارهای همون را چه به نگاه نمیکنه که در همون داخل ویدیو نوارهای آدمایی هستن که سطر حجاب اون سطر حجاب دارای اونجا را چه به سلطاتایی که در تاجیکستان هستن میگه که میقپن هر یک کشور در ستم چیان میگه شما؟ یعنی شما گفتنی هستید که ما اونها رو نشون نمیدیم، فقط منع سطر حجاب رو نشون میدیم؟ نه، فقط همون نوارهای ساخته خطون به مردم نشون میده که گویا که ها بدروی ایغما بین مردم انداخته سیشون. تمام همین قدر. یعنی شما نگاه کنید، واقعا من منطقی گپ شما رو نفهمیدم. شما میگویید که در واقعا در تاجیکستان منع سطر حجاب وجود دارد. باز میگویید وجود داره همون شخصایی که مثل که شما کنجکاو هستن، همون آدمایی هستن که ممکن به شما فایده بیارن. گویا که ها در مقامات پلیس کار میکند، برای ما کار میکند و او در تاجیکستان فتنه به میان میبرد. بله
بله سمیه без урод не бывает. همون عین شما همون شخصایی که با منفیت نگاه کنید منطقی گپ شما بسیار من چقدر بوده است نفهمیده شدم. نه وقتی که من منطق اگه که نفهمی از همون طرفدار ما فتنه می انگیزد، حکومت را سیاه میکند بله. و سطر عورت پوشیدگی ها رو یعنی حکومت سطر آنها رو کشیدگی ها رو به ویدیو میگیرد، به نوار میگیرد، به ما میفرستد، ما او را رسانه‌ای میکنیم، حکومت را بدنام میکنیم، اما او کارگر در حکومت می ایستاده است، او را از کار خلاص نمی کرده است، از کار پیش نمی کرده است، از کار سر نمی کرده است، باز کارش دوام دادن میگرفته است. همین منطقش من نفهمیدم. حکومت اینه وقتی که من نه از بلوگرای وقتی که از بلوگرای تنقید میکنیم همین کار رو دیده. بله فقط شما همین سیاهی میکنید تمام. حکومت کار کرده می ایستد. همین خیلی نه فقط همین سیاهی میکنه. همون آدمایی که با چی شما کار میکنه شاید که 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کار کنه و گرفته همون سینی چی شما برود همون. نه همون خیلی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال دیگه داشت میداده است، در حالی که ما حکومت رو سیاه میکنیم و برای ما کار میکند. حکومت این رو میدونه چگونه که نه چگونه که نمو رئیس بانک بردن پالپیچون کردن که جدا کشتن همون شخصیت ها مثل شما برین کار میکنن. چه خیلی اونها را در 1 هفته یافتن کو کی بودنش رو معلوم کردن کو در 1 هفته گرفتن کو داخل تاجیکستان گرفتن نگرفتن معلوم کردن قبضه یافته بردن کو. خب значит حکومت کار کرده است از بالای همین کارا کار کرد اونها را برطرف کنه. اگر سطر حجاب من نیست اون کسایی که فتنه میکنن برطرف کنه، دفشون کنه از اونجا. نه سطر حجاب را چه بات شبکه‌های بلاگران نمیبینه که هست حقیقت هست یا نیست در همون ویدیو؟ هست، واقعا هست. میبینید در چی هست؟ برای اون انقلابی برادر عزیز. نه این همه آدمایی که بلاگرایی که از دیگه خارجه میبینن تاجیکستان در کوچه ها میگردن برای اون انقلابی. این سطر فطرت انسانی است. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. این فطرت الهی است. دینداری فطرت الهی است. اینه به من کردن، به پیش راهش گرفتن، به برده زندان کردن، به کشتن، به قتل کردن از بین برده نمیتونی. نمیشه. این گپ در تاجیکستان وجود نداره. کی ما گفتیم که به تمام در تاجیکستان ما این گپ نگفتیم، چون که این ازوده حکومت ما میدونیم که ازوده این نمیبراید، چون که این فطرت الهی است. ما نگفتیم که در تاجیکستان به تمام سطر را از بین برده‌اند. ما گفتیم که در تاجیکستان ضد سطر قانون برآورده‌اند. نه بعضی انمو شخصایی هستن که به مثل شما کار کرده هستن. نگفتیم که در تاجیکستان به تمام سطر از بین برده شده است. انم خیلی کلماتون استفاده برای که نه اینجا وجود ندارد برادر عزیز. برای اون که این کار از یعنی برای این کار حکومت قادر نیست، نمیتواند، از اودش نمیبراید. این گونه مثل حکومت امام علی رحمان در این طول 1400 سال یا در همین طول تاریخ بشریت هزار برای موسی فرعون ها بودند، نتوانستند پیش راهی موسی را گیرند. تمام کودک ها را که مبادا همین حضرت موسی کشتند، لیکن موسی اگر که خود فرعون اگر که همین سر قدرت که خودت گوش کن شد بوایه رسید، اگر که همین سر قدرت خودت که بروی در قدرت امام رحمان ها نیست، سر قدرت که خودت بیای اینها نمیتونن موسی را از بین برن، اینها نمیتونن سطر را از بین برن، چون که این فطرت الهی است. فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم. این است دین حق راست، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، ولیکن بیشتر مردم این رو نمیدونند. این فطرت الهی است برادر عزیز. سلامت باشید. عبدالصمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ همینجا یک چیز آوازی مطرح کردی راستی یا بابیش نفهمیدم شامی را میخواستم یک کم ترک انا ما خودم مطرحش بکنم که از نظر شما ما میره خطا انا بخدم قبول کردم چقدر آوازی قاید کردی که انا کسانی که در تاجیکستان هستند انا مقصد زنشون خواهرشون یا که مادرشون و سطرشون میگیرن و یا با نظر من بیناموسن همین خیل؟ بله اگر قدرت هجرت داشته باشن، توانا باشن، ضعیف نباشن، اینوالید نباشن، پیرکی نباشن، جابرمان نباشن، بر جای نشسته نباشن، تن توش داشته باشن، دست و بازوی از به یک جای امن میکوچیدگی داشته باشن، واقعا بیناموسن. بله مقصد که شما فکر نمیکنین که ما 10 میلیون زیاده 11 میلیون در تاجیکستان علاقه هست همین خیل ما 3 میلیون مهاجر داریم انا 3 میلیون مهاجر داریم انا کمی کمش 7 میلیون دیگه مسلمانی داریم که در تاجیکستان زندگی میکنن درست؟ بله نگاه کن اینه که ما 10 میلیونی که ما اگر هجرت بکنیم کجا میریم مثالی گپ ما اینا مقصد تنی توش داریم مقصد دست داریم پوچه داریم چشم داریم ما کجا میریم اینا سوالی عادی ازبکستان بریم 3 میلیون برای شکمش هجرت کردن تونست است سطح پوش در تاجیکستان 10 میلیون نیست شاید 100,000 نباشد برادر عزیز شاید 200,000 نباشد ماکسیموم 500,000 نگفتیم 3 میلیون برای شکمش هجرت کردن میتونست از 500,000 برای دینش نه این چه خیلی سوال است نه سوالی ما مثلا گریم شما نگاه کنید در تاجیکستان مثلا در دهه خودتون یا که در شهر خودتون چند درصدی اهالی چند درصدی زنها سطر پوشن والله قسم ای که 99 درصدش سطر پوشه در کجا در همین جایی که ما زندگی میکنم 99 درصدش سطر پوشه هم در تاجیکستان همین خیل منطقه هم وجود داره بله همین رایونی که ما زندگی میکنم همین قشلاقی که ما زندگی میکنم 99 درصدش سطر پوشه الحمدلله بعضی که همون 1% همون یک چند معلمه و یک چند کارکنای دولتیش باشن بخیر همین معلمه های مکتب هم سطر پوشن طلبه های مکتب هم سطر پوشن نه گفته ایستم که 1% همون آدمایی که آخر 1% نمیشه این 50 درصد زیاد میشه برادر عزیز نه چه خیلی 50 درصد زیاد میشه آخر طلبه های مکتب از 12 ساله از 9 ساله بالا تا 17 ساله سطر پوشن طلبه های مکتب نت کنشتم نه سطر پوش نه نیستم معلمه های مکتب در مکتب یک مکتبی که تقریبا اگر 320 تا 640 نفر طلبه دارد تقریبا 60 نفر معلم دارد که اکثریتش رو زنها تشکیل میکنند همه معلمه ها تقریبا 5-1 و 4-1 راست میباید زنها حاضر در تاجیکستان یعنی 4 نفر زنک معلم زنک باشد 1 نفرش مردک است 50 کس باشد 10 نفرش مردک 40 نفرش زنک است همین 40 نفر در یک مکتب همه زنها سطر پوشن نه گفته ایستم آخر 99 درصد نمیشود برای چی شما هم قسم میخورید هم دروغ میگید مقصد که نگاه که در مکتبی که ما که هست انا 300 نفره اما قشلاق ما گفته ایستم 320 نفر بله خیلی 320 نفر باشن در همینجا انا یک 6 معلمه است انا 6 معلمه است مقصد که رومول میکنن رومول مایده میکنن سطر ندارن انا طلبه همچنین مقصد با منیدم با فکری خودم حساب کرده که 1 درصد حسابشون کردم ما در محاکمه این نفران نیستیم ما در محاکمه یعنی حتی در محاکمه شخصانی که سطرشون کشیده شده است یا اینکه مجبور شدن سطرشون رو بکنن در محاکمه آنها نیستیم ما برادر عزیز
هجرت کردن شما سوال دادید گفتید که این 10 میلیون کجا 10 میلیون نیست در همین شخصانی که مجبور شدن نگاه کنید گفته شدن که سیاه پوشان شما بگویید که چند درصدی سطر پوشان در تاجیکستان سیاه میپوشن چند درصد نه نگاه کن امی علای مهربان در امی آیتش مقصد که نازل کرده گه اموجا رنگ سیاه کبود سبز آمدگه نه ما بگذار او انتخاب لباس حق هر یک شهروند است حق شخصی هر یک شهروند است بگذار نگفتن که لباس سیاه نپوشد همین لباس سیاه نپوشد چند درصدی حجاب پوش در تاجیکستان لباس سیاه میپوشد مگر اکثریت هست از روی انصاف بگوید همین ها همین سیاه پوشان مگر اکثریت رو تشکیل میکنن ما بیا سیاه نه ایمینه سیاه نگیم مقصد سطر بگیم حجاب بگیم نه من برای اون دیده شدید به حرف من شما اهمیت نداده شدید حالا حکومتداران ما میگن که ما با سطر مبارزه نداریم ما با سیاه پوشی با لباس بیگانه مبارزه داریم بگذار همین طور باشد همین چند درصدی سطر پوشان لباس سیاه میپوشند من راستی که در تاجیکستان کمی در کم دیدگیم سیاه پوشی را مثالی که خان زنید انکون کمی یعنی در تاجیکستان همه حیاهو کمی در کم اصلا کمی در کم تهاجمی فرهنگی نمی شود کمی در کم باید حکومتداران تاجیکستان رو نگران نکند وقتی که از همه زیاد از حد زیاد می شود یک فایزی زیاده مثلا شاید از 50% تشکیل میکند بعد از اون باید نگرانی شود اینها به همین کمی در کمی شما گفتگی چسبیدگی هستند اینجا شکایت ما از این است برادر عزیز نه مقصد که در همه هجرت گفتگی خودت همه تو باقی گفتگی خودت که مقصد خودت که در تاجیکستان آدم سطرپوش آدم مسلمان وجود نداره همه خیلی میخوای قید بکنی نه چپراسته نفهمید نگاه کنید فرض کردیم حکومت چسبید به سطر به لباس سیاه‌پوشان شما گفتید که کمی در کم لباس سیاه میپوشند اگر اختیاری مثلا گریم یک نفر لباس سیاه پوشیدن باشد یعنی پرینسیپیال نه که لباس سیاه پوشد یعنی دیگه لباس اختیار نکند بگذار حقی او است لیکن در تاجیکستان رو قبول ندارن میگن بکشین لباست رو خیر همین لباس کشیدن نخواستی هجرت وجود داره ترک کن تاجیکستان رو یک جای برو که با لباس سیاه تو کسی کاردار نیست حرف من این است و دیگر چیز کسی که مثلا اگه حکومت گفته شده است که من فقط به همین ها سر کار دارم کسانی که سر لباس بیگانه پوشیده هستن به سطر حجابشان کار ندارم اگر با لباس ملی اگر باور کنند و طلبات شریعت اجرا کنند من با آنها کار ندارم وقتی که گپ این است همین چند درصد همین لباسی بیگانه دارد گفت شما کمی در کم همین کمی در کم هجرت کند هجرت نکرد و سرلوچی رو پیشه کرد از این میبره که دعوایش هم دروغ است سطر حجابش هم دروغ است دعوای همین مردکش هم دروغ است او بی‌ناموس است هیچ چیز نیست گفت همین حکومتدارا درست است ریاکار است نه نگاه کن شیخ نگاه کن که شیخ نه من هم یک برادر گفته گپ زدن گره شیخ نیستم من هم یک برادر تمام هم شد خیلی برادر مثلا نگاه که تاجیکستان ما ایرا با نظر بگی و مقصد که سر از حکم نبرو میگم 90% ما مسلمانیم فهمیدی ما میخواهیم که تمام حکم های اسلام در تاجیکستان ما باشن خب بعد چی همش ما که ما باشن نه که حینه که مجبور میکنن نگاه که حینه که مجبور میکنن حینه که قانون که برآمد شخص بفورا نفورد یا میبرن میشکنن ترمد میکنن یا که همون کارا بکنی مثال بایا ما یا که بایا خودت یا که با 10 برادر مثلا این کار نخواهد شد و نمیشود بلکه اکثریت آدمی که میترسد مقصد که عذر داره ما نباید بگیم که برادرها شما علاقه بیناموس شدید علاقه دهیوس شدید ما همین گپی من از گپ شما چی فرق داره مقصد تو گفتی که کدامی که هجرت نمیکنه وای بیناموس های نه دروغ نگوید من این خیلی نگفتم دروغ نگوید من گفتم که کسی که ضعیف نیست عذر ندارد
اینولید است، کسی که او ضعیف نیست، عذر ندارد، تن توش دارد، چشم بینا دارد، گوش شنوا دارد، دست و پای روان دارد و میتواند هجرت کرده به یک جای امن رفته میتواند و نمیکند این کاره، او معذور نیست، او بیناموس است. اما کسی که ضعیف است، از اوده هجرت کردن نمیبراید، از اوده سفر کردن نمیبراید، اینولید است، ناگراه است، ناتوان است، پیر است، جوبرمان است، جوبشین است، این معذور است. خب فهمو. من میتونم همینجا یک سخن میکنم. ای خودم مقصد بختنه و مقصد به همین مقصد که همه ما تاجیکا نباید به یگان جا، مقصد مرا زوگ و نظر خواهش میکنم، نباید به یگان جا هجرت بکنیم. ما پیش از همه در وطنی که هستیم، این وطن هر یک خورد و کلان ما هست. ما باید مبارزه را به ضد این یک چند آدم بریم. یک چند آدم نباید به ضد تمام ملت ببره. مبارزه خودشونه، قانونان خودشونه سرکش ما ملت بکنه. ما کدامی که مقصد که میگه هجرت بکنه، ما وای منن خچه این منن شخصی خدمه که باید ما تاجیکان در وطن تاجیکستان بمانیم و قانونایی که خلق میخواه، خلق چیزی را که میخواه همون را باید جاری بکنیم به مردم. ما علاقه 500,000 ما هجرت بکنیم، 1,000,000 ما هجرت بکنیم، والله قسم اینده روزی بدی بدتر به سر ما میبیه. والله قسم اینده بدی بدتر میشویم. به همین خاطر انا برادر عزیز، همین مبارزه شما را میبینم. یک سوال دارم، همین شما یگان مشکلی دارین یا که یگان عذر دارین که همین مبارزه شما همین با تشنگی میروه، با همین گپی انا با گپ قدی میروه، یگان مشکلی از طرف مقصد جای زیستونه یا که ای طرف خطونه، همین را کم تر اگر امکانیت میداشته یک سودا میکرده میفهموندین. برادر عزیز، قریب که هر دو ما یک خیلی گپ زده شدیم، من به علاوه شما تشکر میکنم. من هم جانبدار اون هستم که هیچ کس هجرت نکنه در تاجیکستان مبارزهش رو برد، اما وقتی تو مبارزه برده نمیتونی به این بیناموسی تن نده. یگانه مقصد من، علاوه من به حرفای شما همین است. اگر مبارزه برده نمیتونی، اگر صدا بلند کرده نمیتونی، اگر گپ زده نمیتونی، اگر از حقوقت دفاع کرده نمیتونی، تن توشی، چشم، گوش و هوشی رسا داری و میتونی به جای یک امن بکوچی، به جای یک امن بکوچ و قدرت گیر، قوت گیر، برگرد. این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی از 23 سال دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثر دعوت چون در کجا بود؟ در خودی مکه بود. هجرت نکردند، مبارزه بردند و دانسته باشید با دویم جواب در همین، اگر ما از اسلام گام بزنیم، 13 سال یگان جنگ و جدال پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن، فقط گپ زدن. 13 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ و جدال نکردن، فقط گپ زدن، فقط گپ بود برادر عزیز، دیگه هیچی وجود نداشت. نه مبارزه بود، نه جنگ بود، نه جدال بود، نه یگان چیز نبود. 13 سال فقط گپ بود برادر عزیز. و اکثریت پای دیواری چی هم، یعنی ایستادگری در همه ظلم و استبداد هم فقط به گپ بود. و اساسی غلبه، یعنی صاحب عقیده و صاحب اندیشه اسلامی شدن صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پای دیوارش انمی 13 سال دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم با گپ بود. برای همین برادر عزیز، یکم حالا ما تا به حد پیامبر صلی الله علیه و سلم با این حد یعنی با گپ، با اخلاق، با رفتار، با کردار نمونه خود، مثلا گریم نمونه دیگران بودن را تا به حدی پیغمبر و صحابگانش نرسانیدیم، حتی تا به حدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه به اون حدی که اقلا یک کم به طلبات جوابگو باشد رساندیم، حتما خداوند ما رو به مقصدمون میرساند.
بله. مقصدی که همین اخیران سوالم به فکرم عذر داری برادر این چی اتفاقش عذر نداری. درباره چی عذر من نفهمیدم گپتون رو درباره چی عذر مقصد گفتم که همین مبارزه که شما برده ایستین همین پوبلیچ همین آدمایی که در همین یوتیوب مبارزه برده ایستین همین مبارزه شما همین کاکتا همین تشنه های چیه؟ مقصد که همین خیلی کمتر با معامله نه چندان خوبه. مثلا چگونه معامله نه چندان خوب چگونه معامله باشد که خوب باشد مقصد که یک بعضی امی ویدیو و بعضی برنامه های شما را که میبینیم یک خیل برادرها که میدرویان مثال یکون مبارزه ای که ای حدود تاجیکستان ای درون تاجیکستان که گپ میزنن شما علاقه قای چون میکنین مقصد بند چون میکنیم یا که میبروریشون به همین خاطر میخواستم بفهمم یا مردم هم بفهمن که شما یکون سبب دارین که انا همین کارو را میکنین. کی از داخل تاجیکستان برآمد و من اون رو قید کردم بندش کردم کی بود بیاید بخود همینجا من نیستم بیاید برادر من گپ زنید مرا گپ زنید و من درباره دیگران به شما جواب ندیم مرا گویید که تو همین کارو میکنی. خب نگاه که از ما اینا میتونم که خطاب بگم که برادر مقصد اینا یک چند آدم ای تاجیکستان مثال ای یک رایون یا که از یک شهر همین خیلی آدمایی که باشن بر ضد همین حکومت تروریستی مبارزه خودشون برن. خب بعدن که همین شما همچون یک شخصی که مبارزه برده استین همچون پوبلیچ نیم انا نمایان وقتی که همین مبارزه که برد شما همین را با چی قبول میکنین؟ آیا با گفتی گپا با دموکراتی قبول میکنین یا که با دولت اسلامی قبولش میکنین؟ ما برادر عزیز شاید اینجا یکون نفر دوستان همراه کنیم شاید گپای شما رو فهمیده شده باشن یک دو نفر همراه کنم من گپای شما رو شاید فهمیده شده باشن من به مضمون گپ شما راستی گپ یکون بفهم هستم تمام صرفم نرفتم برادر عزیز. کسی که در تاجیکستان میبراید دعوت میکند مردم مثال گیریم به آزادی به حق حقوق خودش دعوت میکند آشش شود برادر عزیز. و وقتی که تاجیکستان از همین الیت حکمرانی ظالم امروزه آزاد می شود مردمی می شود من میرم چوپانی میکنم برادر عزیز. همینجا مثلا گریم زیاده از 1000 نفر مرا شنیده شدن همین 1000 نفر گواه باشند. پس میدونین که همه گروه هایی که هستن یک چیز گفتنی هستید من در رو به رویتون هستم از یکون چیز ناراضی هستید بگوید که شوکت تو انا همین کار رو میکنی چرا میکنی من به این سوالتون جواب میدم لیکن من از عملی کس از رفتاری کس جواب نمیگویم به رفتار و عملی او جوابگو هم نیستم. من به او نه پدر میشم نه اکا میشم یک برادر میشم گفتم گپم گذشت نگذشت او فکر شخصی او کسی دیگر است. شما از یگان چیز ناراضی هستید به من بگوید که تو همین کار رو میکنی من از این چیز ناراضی هستم من فکر اندیشه خودم رو بگویم. مقصد که در همه شخصایی که همه اینترنت هست میدونه که در شخصیت یک هستن شما رو همتون دیده میتونن مردم همین خیلی است فرق ندارد او مردم چی رو میبیند چی رو نمیبیند شما به من بگوید که تو همین کار رو میکنی همین کار نامعقول است من او رو اصلاح کنم و کسی رو که میبینید که میدونید که همین کار رو میکند به خودش به برنامه‌اش وارد شود به خودش بگوید متقاعد کردن تونید که او عملش نامقبول است اوشتون شود برکه یابید. حاضر با من صحبت دارید به من بگوید اگر یکون عملی اصلاح شدنی باشد انشالله اصلاح میکنیم نباشد یکون نافهمی در مبین باشد گپ میزنیم میفهمونمتون. فهمو الله جزای خیر تی برادر مثلا همین پستر یک سم میپرسم که تا ما را نفهمیدی ما را میاس وقتا نفهمیدم همین سبب دعوت کردنتون به خاطر چیزه مقصد سبب کجا به دعوت کردن
مقصد همین دعوت که می‌برده همین ما می‌برده بعد این چیزایی که شکر دیگرگون اکای تمام. سلام علیکم اکای شوقت جان، اگر اجازه باشه من با این برادر صحبت کنم. معلش بفرما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. برادر عزیز، یک چیز بس فکر بکن که یک چیزی خامه، یک چیزی که ناتیاره 90% تیار نیست. مثلا یک مثال عادی میارم، مثلا یک لوی که با اون خانه میسازی، یک لوی نو تیاره بگیر دیوال کن عاقبت چپا می شود. درست است؟ همه خلاص است برادر؟ بله. مردمی ما شاید اگر خطا نکنم از 80%ش با فکر شما ناراضی ام و همین فکری که شما دارین که باید که دولت در حال ما دولت بگیرم دولت اسلامی شود. نه برادر، در حالتی که مردم ما اگر تیار نباشه برادر عزیز ما هیچ کردن نمیتونیم. ما پیش از این حاضی باید هدف ما فقط یگانه همین باشد که حکومت رحمانوف از بین برود. باید حکومت رحمانوف همین حکومت ظالم نباشد. در حالت نبودن حکومت رحمانوف یک حکومت عادل که به سر قدرت آمد، تمام علما که آزاد ماندن دعوت کرده تانستن، همین مردم دعوت کرده تانستن که مردم خودش تیار شد به همون چیزی که ما و شما میخواهیم. تیار که شد مرحمت همه چیزا مردم خودش میخواهد که بیاین ما همه چیزا میخواهیم برای ما یک همه کنه دولت برای ما بسازیم. حداقل 51% مردم حداقل 51% مردم ما اگر تیار کرده بتونیم مرحمت ما همه چیزا میخواهیم. در حالتی که حاضی مردم ما قبول نیست، مردم ما همه چیزا تیار نیست، در هیچ وجه قبول کردش نمیتونه برادر عزیز. ما حاضی باید که اول مردم را تیار بکنیم. اول باید ما همون تعدیوالی مونه، همون لایه که ما در آینده او را باید بسازیم که چی میگن همون تحکرسی مونه، باید ما با قوت کنیم که همه چیز برای آینده ما خطر نداشته باشد. مرحمت ما این چیزا کی نمیخواهد که داخل جنت شود؟ کی نمیخواهد که از رازگی الله را بخواهد؟ اما برادر عزیز شما بیاین یک چیز را بفهمید که در حال حاضر با این مردم ما که زیاد یک بار فکر کن مردم زیاده از 100 سال است. اگر از سال 1924 حساب کنیم 100 سال شد که بالای مردم ما در تاجیکستان ما فقط فشار بالای دیندارامون، فشار بالای دینمون، نه که ما هم الحمدلله میگیم تا امروز ما از دینمون دست نکشیدیم. صدها شهیدها دادیم، صدها نفرهامون زندانی کردن، کشتن، بدرقه کردن، هجرت کردن. اما اولی هم مردم ما من باوری دارم که اگر ما یک حکومت عادل باشد که همه مردم طول 5 سال اگر علمای ما دعوت کنن مردم ما در حال قبول میکنه، همه چیزا مردم ما در حال قبول میکنه و ما میتونیم آینده هر نظامی که بخوایم ما میتونیم در کشورمون تشکیل کرده، در کشورمون ساخته. برادر عزیز حاضر دنیم همین حاضر بنامین مردم ما اگر ما امروز حکومت بگیریم فردا بگیم که ما همین خیلی قانون ها میخوایم، همین خیلی حکومت میخوایم، هیچ ما را قبول نداره، همین مردم خیلی باز ما را فردا قبول میکنه. سلام علیکم. عبدالصمد سلامت باشید عبدالصمد. برادر یاد همین سببی که مقصد که میگه ما دولت بگیریم مقصد که بعد حکم میکنیم که چی قانونا که بگذاریم تا همین دولت اگر گرفتن
اگر ما حکم اسلام و حکم الله اگر پیشنهاد این مردم توجیه نکنیم والله قسم اگر یک روز اگر موافق شه فهمیدیم برادر یک عزیز روز حاجی من چی به همین گفتم تو برادر مطرح گوش کردم یه دقیقه مطرح گوش کردم یه دقیقه پیش از دولت پیش از کار گرفتن مردم باید به اسلام همچون همین برادری که ویدیو چی کانال دعوت بکنه که مردم به خاطر اسلام شده به خاطر الله شده بکنن نه اینکه ما بریم اول دولت بگیریم بعد قانون الله بگیریم والله قسم اگر یک روز موفق بشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برادر برکاته. عزیز برادر عزیز من فکرای تو را قبول دارم من اینمی شخصا من اکای شوکت من 100% باور دارم که با فکرای شما راضی هستن این مردم لیکن اینجا فقط فکری من خود و تو اینا را نکن برادر عزیز مردم تو یک بار خودی تو میدونی که مردم توجیه از نبودن شرایط تو میدونی که من دیروز خواندم در 3 ماه اخیر اینمی سال 360,000 والله اعلم یا کی نمیدونم 300,000 و خلاصه یک صفر خیلی بزرگ بود که مردم ما اویله های تاجیک ویران شدن از هم جدا شدن برادر عزیز یک بار بس فکر کن این سببش چی است همین سببش ندانستن اسلام سببش ندانستن این مردم ما را اگر ما در داخل کشور ما نباشیم دعوت نکنیم در اواتاکای اکای شوکت بسیار باشه حاضر 2000-3000 نفره یا کسانی هستن یا در مهاجرت هست اینا نمیتونن اویله های خودشون فرزندای خودشون یک فرزند اگر از خوردش در راه اسلام تربیت نکنی برادر عزیز پدرایی که امروز آمده طول 6 ساله ما در پدرای ما در مهاجرت هستن برادر اگر او پدر نباشه او فرزند تربیت اسلامی نکنه او از کجا یاد بگیره اسلام از کجا بیاموزه که در داخل کشور نمیتونه این شرایط نیست که در داخل کشور یک فرزند بگیری خودت حداقل در خونه بشینی تعلیم قرآنش بدی این جرم است برادر عزیز در این شرایطی که حاضر در داخل کشور است برادر عزیز نمیشه این کار کردن اگر در حالت نبودن در حالت حکومت نو اومدن این چیزا رو اوضاع بمونه تو میدونی که چی قدر شرایط ها برای اون راهی که تو میگوی چی قدر درها برای ما کشوده میشوند چی قدر شرایط ها میشوند که ما با اون راه برویم در حال حاضر برادر عزیز ما امکان نداره حتی عبدالصمد بیرون شده است شاید از بیرون گوش کند گپای شما رو حالا آزادی خواه را گوش کنیم چی میگفته باشن آزادی خواه اکای شوکت سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله همو گپ برادر قطعی ما یک چیش در مقصد هم فکرم هم برادر که حاضر برآمد گپ زد هم درباره مهاجرت گفت یعنی شما گفته که اگر که با ناموس باشد ناموس داشته باشد باید هجرت کند و او برادر یک گپ خوبه گفت اگر که ما هممون که گفت مهاجرت کنیم گفت هیچ وقت ما در درون دولت یگون کار کرده دیگه نمیشود مقصد او برادره که وقتی که فرزندای با ناموس انسانای با سواد و با عقل اگر از داخل کشور که بیرون که برویند از بیرون کشور دیگه یگون کار را ما به عمل رسونیده نمیتونیم بگذار هر چی باشه نباشد ظلم میشود چی میشود نمیشود هم درون کشور باشند او وقتی که حضرت رسول الله مثلا هجرت کرده بود و از مکه از بگیم همو منطقه که عربستان سعودی هم عربستان همو وقته بود از همو منطقه به خودش بیرون نشیده بود کسی که صحابه و شهر افریقا بود کجا بود اونجا هجرت کردگی بودن و در حقیقت هجرت کرده که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر که مثال حاضره بیاریم از کلاب به خوجان سفر کرده بود اینا شما مثال از خوجان سفر کرده به کلاب وقتی در مردم کلاب شما را قبول کردن در گرد اطرافش جمع شدن بگذار مردم کلاب ما انصاریش رو حساب کنیم مردم انصار شما را خوب پذیرفتن و هم فکر شما شدن همراه تو شدن کمک مالی کردن بگیم در بر شما ایستاده هر گپی که شما گفتیم مثال از خداوند وحی اومد یعنی قبول کردن
همیشه غلبه حضرت رسول الله اینجا ما فرق میکنه. هجرتی که ما میکنیم ما از وطن اگر که در افغانستان هجرت کنیم این دیگه گپه. هجرت ما باید 3-4 هزار کیلومتر باشد. وقتی که 3-4 هزار کیلومتر که شد اینا میخوای گم میزنیم یگو چه عمل کردن نمیتونیم. وقتی که آدمای به غیرت که هم ای وطن که با ناموس که از وطن هجرت کردن بگذار بمونن در داخل کشور. من فکرم همین یک شب اگر شما مقابل فکر من باشه نه من مقابل گفتگوی شما نیستم. این نظر شما است. من به نظر شما احترام قائل هستم. سلامت باشه کشم. همین گپ گفتن نمیدونم برادر. زنده باشید. عمر بفرمایید. عمر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا جان خوب هستین؟ الحمدلله. الها شما هم خوب باشید. خداوند نگهبانتون باشه. من چی گفتنم این امام علی خری خوکسریش توانست که مردم به وضعیت‌های بد گرفتار کنه پدنالت این سطری مادرای گرفت انشالله شکست این نزدیکی میگن اینجا برادرها که هجرت باید هجرت نباید شود. باید مردم همجا باشن، باید زید این حکومت خستن در کره نخیزی نمیشود. این امام علی سگ پدنالت خونخوری لعین این تو امام علی سگ منو گوش کن تو رحم نداری به همون کودکو. این همین آدمای امام علی خود چای که همون مردم اول سطرش گرفت حاضر کودکوی کشتسته همین امام علی تروریست خودش کرسته ای کره. این پدنالت اگر مردم نخیزن مردم به وضعیتوی بدی بد گرفتار میکنه که شوکت جان به حد این ظلم است. اگر یک منگول بیوری اگر یک خیتو یک چنگیز بیوری اگر روز همیجا در دولت اگر مونی گویی تو شوخ شو پوچو شو قد این ظلم نمیکنه. ای نیم یک ذره این امام علی ظلم نمیکنه. این به حد خوینه. این اگر گویی که خره یا بوتیزم ای گویی یا جهود یا یوری ای گویی چیزی گویی اگر تمامی همه چی هست این همه دنیای اگر تمامی منافقای کفری جمع کنی اگر این پدنالت ای همه بدترین همین ای همو زمانش تا فرعون و زهوک هم بودن کو همه همو جمع کنی اگر قد این ظلم کرگی نیستن. این به حد خوینی نو آدم ای مکره ای مکره این شیطان این کو 700,000 کیلومتر میگریزه. این به حد خوین ای این دشمنی الله ای این اول ساتر وایکات مسجدای ملو کرمک قاورلات گفته اول ملوی تومات کرد محکم کرد با استوسته من ساتر ایجاب درست بعد من آدم کشی سر کرد آدموی خود چایده من مردم کشته استای سپسان کشته استای مردم میخیزه یونه گفته مردم همی گریخته برامده رفته استن نمیدونم این مردم موده چی بلوزده دیگه مردم هم نمیخیزه حیرانم بخدو. این میدونین چیکار کرد توانست که مردم اول نجیمت کرد توانست که دربدر کنه مردم حوزی همه یک بریده نون ده زور ایده که شوکت جون برای اول مردم همو وی خودش ده همو زندگی خودش ده سرگردان شده گه برادر برای اول مردم میگه که همین بچه های یوشو مثل مردکو همین برامدگی هم دربدرن همین کمک کارم بچه و میرم اوخی زندگیش وز بینه توانیست همین کار کرده مردم جمع شده نمیتونه انا اوز ظلم کرده من با کشتسته هم خیلی کار پافتان میگره دیگه چکو میکنه مردم تونیست که دربدر کنه مردم یک بریده نون ده زوره مثلا من شخصا من خونه من سوز نیست من صغیره کلون شدم برادر خونه من سوز نیست که من روم خوز من ایجا روم کی من یاردم میکنه شما یاردم کرده میتونین که من مبارزه ما در درون برم نه یا دیگر مبارزه میتونن که من میپرم میرم چی گوین هم کارتونه مثال بود کاران میکنم نه نمیشوه نمیتونه هیچ که دستگیری کرده نمیتونه من از خونم سوز نیست که خونم درم برای من اجداد دارم که کم تر بیستم خیلی زندگیم انا خیلی کرده مردم امام علی پدنالت گنده و شورای پدنالت سواد نداره تاکتیکا ده زیرکی ده و شورای کلاش کتی پدنالت آدموش کتی میتونه ده چیکار باید کرد میتونه که چخیل مردم ظلم کرد
خیر اما اول هم خیلی تاکتیکای برده اول اسلام دینه که همین اسلام که نابود کردی مردم دیگه بدین که شد مردم دیگه بیسواد میمونه دیگه ترسو میشوه فهمیدین اکاج حالا اینجا برادر عمر یک سوال دادن من اگر در تاجیکستان روم مبارزه ادامه دهم شما مرا دستگیری میکنید اگر به این وعده دهید من حاضر میپرم میرم کسانی که همین سوال عمر رو دارید و من به تماس برای برادران عزیز من اومده هستم دوستان گرد اطراف من اومده هستم شما رو دستگیری کنم اگر در داخل تاجیکستان شما مبارزه رو ادامه میدید حاضر خسته پریده روید گپ نیست اکاج تمامی تماس ها به طور زمانوی تشکیل میکنیم که 7 پشتی بعد پشتی امام علی رحمان با خبر نشود نه حکومتش با خبر شود در این نه واتساپ وجود دارد نه وایبر نه تلگرام نه تیک تاک نه اینستاگرام دیگر راه خوش وجود دارد که حتما همکاری میکنیم با راه آسایشته بدون هیچ خشونت بدون هیچ وحشت پراکنی مبارزه با راه های قانونی گپ نیست کسانی که این سوال عمر در شما وجود دارد حتما با من در تماس باشید همگی یک مرتبه با واتساپ دیگه باقی مانده راه های دیگرش رو پیدا میکنیم راه های که نفران امنیتی که میخوان با این راه با ما در تماس شوند و بعضی چیزها رو افشا کنند از اونها هم نه هراسید و اونها با 2-3 سوال و در یک دوباره مثلا اگر مناسبت کردن خودشون رو آشکار میکنن حتما از اونها هم راههای آنها رو آشکار کردن هم یگان مشکل ندارد اما گوش به استخوان نمیشود مبارزه رو باید ادامه داد زنده باشه برادر عزیز شوکت جان یک گپ من واتساپ کتی گپ میزنم انا خوب شد من انا خیلی آدم میخواستم من واتساپ کتی گپ میزنیم انشالله شروع هم صحبت میشویم من اگر که از من خونم در اومده نمیشم مثال شرایط نیست حالی شرایط نیست که من خونم درم ساختم من خیلی استوده من اگر وای کراتونین مثال میروم انشالله ایجا دا گپ نمیزنم اگر که باشه تمام تیار من امی واتساپ شمویه این واتساپ استفاده برده نمیشد برادر عزیز میتونید یکون اسمس پاتوتمونید به همین واتساپ همین واتساپ در تماس میشم همین سخرند کنم من بله یگان چیز گپ پاتوتمونید من توسط شما رو دریافت میکنم اما با این واتساپ ما با شما در تماس نمیشیم گپ نیست کروچی هم خیلی من در پایان مونه اگر یگان چوبلس برای گپ میزنیم این من تیارم من بگذار من نابود کنن من تیارم که ملت من آزاد شود تمام تشکر زیاد به این برادر دوستان عزیز هر کسی که آماده به مبارزه است خواه از تاجیکستان ایستاده باشد خواه از اینجا ایستاده باشد هر کسی که هنری مونتاژ دارد هنری نوشتن دارد هنری ژورنالیستی دارد هنری انتقاد دارد هنری تحقیقات ژورنالیستی دارد با تماس برای دوستان عزیز حتما همکاری میکنیم انشاءالله یگان شخصیت شما حیثیت شما یگان توش افشا نمیشود تو حالا این 2024 است از 2015 به این سود 9 سال می شود یگان نفر که با من همکاری کرده است یگان نفرش افشا نشده است یگان نفرش بهترین ژورنالیستان تاجیکستان با من همکاری کرده هستند خبرسازترین ژورنالیستان تاجیکستان با من همکاری کرده هستند سایت پیام رو همین خبرسازترین ژورنالیستان تاجیکستان با همکاری با من مشهور کرده هستند از داخل تاجیکستان استاده یگان توش رو حکومت نمیداند خبرسازترین ژورنالیستان تاجیکستان با ما همکاری کرده هستند بهترین تحلیلگران سیاسی یگان توش رو ما افشا نکردیم کسانی بودن که گفتن مثلا گریم یک مقالهش رو دریافت میکنی میگوی اجازت است همین مقاله رو مونم اگر خواهی با نام مستعار مونم میگن که نه این چیز علاقه نشر شده است در همه جا همه میدونن که یا سبک ما رو همه میشناسند بهترش این که به نام خودم باشد برای من فرق ندارد در کجا چپان میشود بگذار خواننده ها بخونن این خیلی میگفته آدم ها هم هستن
لیکن آدم های هستند که نمیخوان نامشان افشا شود، لیکن میخوان در تاجیکستان تغییرات به میان بیاید. یعنی حتی مشهور شدن رو نمیخوان، حتی نامشان ذکر شدن رو نمیخوان، اما فداکارانه کار میکنن. این خیلی شخصان تا حال خود هم کار کرده شدن. برای همین تماشابینان عزیز، بدون یگان هراس 9 سال شد یگان ژورنالیستی که در تاجیکستان کار میکند با من کار کرده است افشا نشده است. یگان نفرش انا برای همین دوستان عزیز باوری داشته باشید که این واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک، پیک تاک، با این خیلی چیزها ما با شما مکاتبه نمیکنیم. گوگل این خیلی چیزها مکاتبه نمیکنیم. راههای دیگر هست که بعد از 50 سال هم در خیال فکری حکومتی ها نمیگذارد. انشاءالله با همین راه ها صحبت میکنیم. و سلامت سربلند و پیروز باشه تماشابینان عزیز. طول 3 ساعت است که ما صحبت میکنیم. حالا ما را زیاده از 1100 کس تماشا میکنن. همگی از بینم همگی 470 نفر لایک موندن. از یکایکتون خواهش میکنم همین جا که همین 1100 نفر لطفاً لایک خود را گذارید. خود دیزلایک باشد لایک باشد فرق ندارد. تگمه زنگوله را پخش کنید. آبونه شوید تماشابینان عزیز. حتما برنامه های تاب دل شما به شما پیشنهاد خواهد شد. من بعد شاید هفته آینده روز سه شنبه ما برنامه کرده نتوانیم، برنامه رفزنی فکر نشود یا شاید شود، نمیدونم، چون من در سفر خواهم بود. اما روز پنجشنبه نصیب باشد هفته آینده حتما و میخوریم در برنامه گفتگو. شاید روز سه شنبه یگان مصاحبه با یگان کارشناس گفته روزها پریمیر شود. و من بعد ما نیت داریم برنامه های دیگر برای شما پیشنهاد کنیم. سایت پیام بیشتر فعال شود. در آینده با چند نیت های بزرگ داریم، نیت های بزرگ رسانه‌ای داریم که در صدد عملی شدن هست و خیلی کارها در پیش است. کسانی که از عهده، باز تکرار میکنم، از عهده مانتاژ کردن فیلم، از عهده مانتاژ کردن برنامه میبرید، این خیلی هنر دارید. از عهده نوشتن میبرید، مهارت ژورنالیستی دارید، مهارت نویسندگی دارید. مرحمت به ما نویسید دوستان عزیز. همین رقمی که در اینجا گذاشته شده است رقم تلگرام رو هم دارد، میتونید به رقم تلگرامش بنویسید و حتما در صحبت میشویم و من بعد همکاری رو با راه‌های دیگر به راه میمانیم. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه گفتگو که ما با شما گفتگو کردیم. شما گفتید و ما هم گفتیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. لطفاً تگمه لایک را گذاشتن، پدلیت کردن، به سایت پیام تیوی آبونه شدن را فراموش نکنید. تا این لحظه با شما بودم، شوکت محمد.